لا تعلمون. پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه پرسش و پاسخ از شبکه جهانی وصال حق در خدمت شما بزرگواران هستیم و ان شاء الله برنامه رو با طرح سوالاتی که عزیزان از طریق SMS فرستادن خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان آغاز می‌کنیم. جناب استاد، به برنامه خودتون خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم در آغاز یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ خدمت شما جناب آقای انصاری و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما عزیزان هستم. جزاکم الله خیر. من قبل از اینکه سوالات رو مطرح بکنم جناب استاد، بعضی از ملاحظاتی هست که دوستانی که SMS میفرستن سعی کنن اسم خودشون رو و اسم شهرشون رو بنویسن و اگر نمیخوان اسم اصلیشون رو ذکر بکنن میتونن اسم مستعار یا مخفف اسمشون رو بنویسن تا ما مجبور نشیم که 4 شماره اخیر شماره‌های موبایلی رو که SMS اومده بخونیم در برنامه. همچنین بعضی از سوالات خیلی سوالات ساده و عادی است که خب یک بیننده میتونه این رو از امام مسجد یا از علما و اشخاصی که در اطرافشون وجود دارن بپرسن که سوالاتی هست بی اندازه ساده و بسیط است. یعنی فکر نکنم نیاز به این باشه که این سوالات مثلا توی شبکه مطرح بشه و بعضی از سوالاتی که خب مرتبط هست با بعضی از مسائل خانوادگی و زناشویی که شاید مطرح نمودنش در یک برنامه که میلیون ها نفر میبینن مناسب نباشه، این دوستان هم میتونن که این سوالاتشون از طریق ایمیل fatwa@wasalfa.tv بفرستن. جناب مولانا عبدالقدوس دهقان انشاءالله از 24 ساعت تا 48 ساعت انشاءالله جوابتون رو از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. جناب استاد اگر اجازه بدید اولین پرسش رو خدمت شما مطرح کنم. بیننده عزیزمون خالد از ایران نوشتن که 2 رکعت نماز تحیت وضو بعد از اذان مغرب قبل از اقامه جایز است یا نه؟ بله، نماز تحیت المسجد یا تحیت الوضو جز نمازهایی است که اسباب دارند، یعنی پس بنابراین بعد از نماز فجر هم درسته، یعنی قبل از طلوع آفتاب و قبل از مغرب هم درست است و خصوصا در میان فاصله اذان و اقامه که در نماز مغرب هست که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند در میان هر 2 تا اذان نمازی هست، در اینجا هم تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا حتی 2 رکعت بدون سبب را 2 رکعت نفل خالص رو هم خوندنش جایزه و هیچ اشکال شرعی نداره. بله، یعنی بعد از اینکه مغرب اذان داده شد دیگه اون وقت ممنوعه که هست خارج میشه و قبل از این قبل از این که نماز اقامه بشود و اگر فرصتی هست طبعا اگر فرصتی هست میتواند 2 رکعت بخواند، هیچ اشکال نداره و جایز هست و رسول الله هم ترغیب فرمودند. یک حدیث کلی در این زمینه وجود داره که در میان هر 2 تا اذان نماز هست برای کسی که میخواهد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده دیگری نوشتن که ایشون علی از بندرعباس نوشتن که جوان 30 ساله هستن و تکرار ادرار دارن، راهنمایی کنید که چگونه وضو نماز بخوانن و که به شکل صحیح و درست باشد. از صبح تا از سر کار هستن، مجبورن وقتی که از سر کار اومدن نمازهاشون رو قضا بخوانن. آیا کار درستی میکنن یا نه؟ لطفاً راهنمایی کنید.
وضوی کسانی که بنابر هر دلیلی نمیتونند وضوی خودشون رو نگه دارند و دچار سلسله بول هستند یا موارد دیگری هست که جز شکننده های وضو هست و غیر اختیاری هست، وضوی این افراد بنابر تعریف فقهی و اصطلاح شرعی اینها افراد معذوری شمرده میشوند و وضوی افراد معذور متفاوت با وضوی بقیه هست. یعنی در بخش شکننده های وضو اگر کسی بنابر این چنین موردی که بنابر بیماری وضوی خودش را نمیتوند نگه دارد، ادرارش مثلا یا باد شکمش در کنترل خودش نیست، حکم شرعی این است که بعد از این که وقت نماز داخل می شود، یعنی بعد از این که اذان گفته می شود و مطمئن هست که وقت نماز داخل شده، وضو بگیرد و با اون وضو هر چی دلش خواست نماز بخواند. این اهم از نماز فرض اون وقت باشه، این نمازهای سنت و نفلی که هست، تا وقت نماز دیگر برای نماز دیگر دوباره وضو بگیرد، برای هر وقت نماز یک وضوی جداگانه بگیرد، ولو این که در هنگام نماز و سر نماز هم وضویش احساس بکند که وضوی شکسته، ادراری چکیده، ولو این که یعنی مطمئن باشد که وضوی شکست، باز هم از نظر شرعی این فرد چون که معذور هست و کنترلش در اختیار خودش نیست، پس بنابراین وضویش نشکسته، میتونه اون نماز رو تمام بکنه، حتی نماز بعدی نماز سنت و نفل رو هم میتونه ادامه بده. این وضوعی هست که به عنوان وضوع انسان‌های معذور شمرده میشه. اما یعنی بحث لباس، خب لباسش رو هر از چندگاه که آغشته شده به ادرار، اون قسمت رو لباس زیر خودش رو تمیز بکند، پاک بکند. تأخیر نماز بده به این بهانه که من لباسم کثیف هست یا مطمئن نیستم بر نماز خودم، نماز به دلم نمیچسبه، به هیچ عنوان جایز نیست. هر نمازی رو بر سر وقت خودش بخونن، منتها برای هر وقت نماز وضو بگیرد و نمازش رو بخواند، ولو این که سر نماز هم وضوش بشکنه. درست، جزاکم الله خیر. بیننده دیگری نوشتن که آیا توسل به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درست است؟ اسمشون رو ذکر نکردن، 4 شماره اخیرشون 0698. توسل به صورت کلی و اصلی یک حکم شرعی هست، یک حکم قرآنی هست، در آیات و روایات ذکر شده که انسان میتواند به اعمال شایسته که خودش انجام داده توسل بکند، میتواند به ایمان خودش توسل بکند، میتواند به نامها و صفات الله متعال توسل بکند، میتواند به دعای انسان زنده‌ای که زنده هست برود پیشش و طلب دعا بکند و توسل بکند به دعای این شخص. این جز موارد جایز هستند که در شریعت اسلامی و در فقه اهل سنت و الجماعت از دیدگاه هیچ یکی از ائمه اربعه، من این خدمت عزیزان صراحتاً بیان میکنم و دقیقاً، از دیدگاه هیچ یک از ائمه اربعه، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم که 4 امام مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت هستند، از دیدگاه هیچ کدامشان توسل به ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست. این حرفی که مطرح میکنند که بله اهل سنت توسل را قبول دارند و وهابی ها قبول ندارند، وهابی امام ابو حنیفه هست قبول نداره، امام مالک هست، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل هست و به جز تعداد معدودی از انسانهای صوفی که احیانا انسانهای صوفی خرافی هم هستند، توسل به جاه رسول الله صلی الله علیه وسلم را به استناد از احادیث موضوع و ساختگی و ضعیف میگویند که جایز هست. ائمه بزرگوار ما امام ابو حنیفه و مالک من گونه که نام بردن و محدثین بزرگوار ما و حتی فقهای مذاهب اربعه در کتاب خودشون کاملا نوشتند و ثبت کردن. به طور مثال در مذهب احناف روایات بسیار زیادی داریم از حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در کتابها کاملا ذکر شده. علامه کاسانی رحمت الله علیه از امام ابو حنیفه ذکر کرده و همچنین علامه شامی در در المختار اینو هم ذکرش کرده که دعا کردن به جاه رسول الله جایز نیست و همچنین نقل کردند از امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف و امام احمد در کتاب شرح کنز الدقایق که یک از کتب معروف احناف هست و در مدارس دینی هم تدریس می شود، شرحی دارند بر این کتاب علامه زیلی به نام تبیین الحقایق. در این کتاب صراحتا نوشته که مذهب امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رحمت الله علیهم این است که لا یسأل الله بحق النبی والاولیاء،
همین لفظ آورده که سوال کردن الله متعال که به حق رسول الله باشه، به حق پیامبران باشه، به حق اولیا باشه جایز نیست، زیرا که هیچ کسی بر الله متعال چنین حقی را ندارد. پس بنابراین مذهب اهل سنت و الجماعت، تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، نظر و دیدگاه ائمه‌شون این است که توسل به جاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، به حق رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینطوری که توسل بکنند خدایا به جاه رسول الله مرا ببخش، به حق رسول الله مرا ببخش، چون این توسلی از دیدگاه ائمه اربعه جایز نیست. اما توسل مثلا به محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم، خدای به خاطر این که من با رسول تو و با پیامبر تو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دارم، فلان دعای منو قبول بکن، فلان مشکل منو حل بکن، این هیچ گونه اشکالی ندارد. توسل به محبتی که شما با رسول الله دارید. اما توسل به شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم یا به ذات ایشان یا به حق ایشان، این یک توسلی هست که از دیدگاه ائمه اربعه ناجایز و شرکی هست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری چهارشماره اخیرشون 3067 نوشتن که کسی که از شرکتی حقوق بگیره و مسئول خرید باشه و در خرید برای خودش تخفیف بگیره، آیا این کارش درسته یا نه؟ کسی که در یک شرکت در واقع مسئول خرید هست، حقوق میگیرد از شرکت، در واقع نماینده و وکیل اون شرکت هست برای کاری که به اون سپرده شده به عنوان اینکه مسئول خرید یک شرکت هست. از نظر شرعی وکیل یک شرکت یا وکیل یک شخصی وکالت برای خرید دارد، به هر قیمتی که از بازار اون کالا رو خریده به همون کالا دقیقاً اون رو باید به موکل خودش تحویل دهد، چه موکل شخصی باشد یا اینکه شرکتی باشد یا حکومتی باشد. به هیچ عنوان تغییر دادن قیمت که با یک قیمت دیگر خریده در فاکتور قیمت رو اضافه میکنن این جایز نیست و خوردن مال مردم و اموال عمومی به راه ناحق و ناجایز هست و حتما در این مورد و از این عمل بازخواست خواهد شد. جزاکم الله خیر. بیننده عزیزی چهارشماره اخیرشون 7294 نوشتن که در عادت ماهیانه بعد از اتمام عادت ماهیانه آیا قرض نماز واجب است یا نه؟ نه، ما چیزی به عنوان قرض نماز نداریم. در احادیث بسیار زیادی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. در صحیح بخاری روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره زنان می‌فرمایند که الیست اذا حاضت لم تصلی و لم تصم، آیا مگر غیر از این است که زن در هنگام قاعدگی نه نماز می‌خواند و نه روزه می‌گیرد؟ و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می‌فرمودند که ما در زمان رسول الله دچار این عادت می‌شدیم، به ما دستور داده می‌شد که روزه را قضا بیاوریم، به جای روزه هایی که خوردیم و روزه نگرفتیم دوباره روزه بگیریم، اما نماز قضایی نداره. در میان تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت و بقیه مذاهب حتی این یک امر متفق علیه است که برای زن در حالت ماهیانش قضایی بر نمازهایی که نخونده وجود نداره، نه نیازی به ناراحتی و افسردگی هست و نه کفاری داره و نه قضایی. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری چهارشماره اخیرشون 6474 نوشتن که آیا نماز خواندن پشت سر امامی که در عبادت‌هایش بدعت دارد درست است؟ این بستگی به این دارد که تعریف این برادر عزیزمون از بدعت چی باشه. اگر واقعا بدعت یک بدعت خفیفی هست، فرض کنیم که بعد از نماز دعا میخواند یا مواردی از این قبیل، این باعث عدم صحت نماز نیست و نماز پشت سر چنین انسان‌هایی جایز است. اما اگر مراد از بدعت مکفری هست، مانند استغاثه بالاموات هست و قبر پرستی هست، در چنین صورتی پشت سر چنین امامی نماز جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری که شیعه هستن پرسیدن که مادری دارن که پدرشون فوت کرده و مادرشون بعد شوهر نکرده اما صیغه کرده، ولی گفتن ما از صیغه مادر خبر نداشتیم و الان برادرشون که خبردار شده مادرش از خونه بیرون کرده و 3 ماه است که صیغه مادرش تمام شده. الان یه خواهر 10 سالم در خانه داریم، چی کار کنیم؟ شماره اخیرشون 8059. لا حول ولا قوة الا بالله. واقعا چنین موارد یعنی موارد دردناکی هستند که متاسفانه در جامعه ما اتفاق میافتند. من به این عزیزمون و عزیزان دیگرمون من این عرض میکنم که در واقع این مادر بیچاره گناهی ندارن.
گناه مال اون مذهبی هست که این گونه مردم را تبلیغ کردند، این گونه به ناموس مردم را در واقع ناموس پیروان خودشون رو به تاراج میدن. خود شیعیانی که واقعا پاک دینت هستند از چنین عملی اون گونه که در این سوال آمده قطعا راضی نیستند و اینو برای خودشون یک عاری میدونن. اما این فرزندان این خانم باید به مادرشون احترام بگذارند ولو اینکه کار گناهی رو انجام داده باشه. نه تنها صیغه که اینو بر اساس یک مجوز شرعی به گمان خودش انجام داده، حتی اگر مادری مرتکب زنا بشود، زنای محض و به اصطلاح صریح بشود، باز هم فرزندانش حق ندارند اونو از خونه بیرون بکنند. اون حق مادریش همچنان باقی هست و به جای این حتما باید اونو احترام بگذارند، به منزل بیاورند تا چنین مواردی دوباره تکرار نشود. خصوصا که به اصطلاح اگر در منزل یعنی قطعا این گونه هست که نیازی بیشتری دارند به مادر و این به هیچ عنوان دلیلی نمی شود که شما درباره مادرتون حق کشی بکنید و ایشون از خونه بیرون بکنید. من توصیه می کنم که به مادرتون مهربانی بکنید، حق مادرتون رو ادا بکنید و ایشون رو دوباره به منزل بازگردانید و از ایشون معذرت بخواهید، ایشون هم از شما معذرت بخواد و زندگی شما انشالله با صمیمیت دوباره آغاز میشه. جزاکم الله خیر. خواهرمون آمنه از تهران پرسیدن که البته قسم دادن که سوالمو جواب بدید. خواهر عزیز نیاز به قسم نیست، ما انشالله همه سوالات رو تا حد توان پاسخ میدیم. ایشون پرسیدن که اگر نزد دکتری برای تعیین جنسیت برن آیا مرتکب گناهی شدن؟ جنسیت فرزند تعیین جنسیت فرزند که دختر باشه یا پسر باشه، خب راه‌های متعددی در این زمینه وجود داره، تحقیقاتی در این زمینه محققینی که مثلا اهل تخصص هستن در این زمینه انجام دادن. اگر تعیین جنسیت مولود برای مثلا تعیین کردن و برنامه‌ریزی کردن در زمان همبستری هست یا در زمانی که تخمک مثلا زن در حال باروری هست و امکان باروری رو دارد، یا مثلا در ایامی که در ماه هست و با تحقیقات این تعیین شده، یا با خوردن یک غذای مشخصی یا رژیم غذایی مشخصی باشد، یا با استفاده از داروهای مشخصی که تحت نظر پزشک باشد، این هیچ گونه اشکال شرعی رو ندارد. اما اگر به این معنی باشد که نطفه‌ای که در رحم به اصطلاح مادر منعقد شده و دخل و تصرفی در اون بکنند و تغییرات ایجاد بشه، این جایز نیست و شخص مسلمان باید اساساً به قضا و قدر الله متعال ایمان داشته باشه و راضی باشد. اما در مواردی که احیانا پیش اومده، مواردی که ثابت شده که مثلا اگر نوزاد یا جنین دختر باشه امکان داره که به یک نوع بیماری خاصی مبتلا بشه یا سخت بشه، نتونه تا آخر دوام بیاره، در این موارد هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما و در این مورد اشکال نداره و در مواردی که با دارو باشه و با رژیم غذایی باشه و با تعیین اوقات مخاربت همبستری باشه، بل اتفاق هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما دخل و تصرف در جنینی که منعقد شده و نطفهش در رحم هست، چنین چیزی جایز نیست. جزاکم الله خیر. البته هر کاری بکنن طب به اصطلاح جدید، یعنی 100% نمیتونن که در این باب تعیین بکنن، تضمینی نیست همه نظریات. بله، و این مواردی هم پیش اومده که بلکه از این کار خودشون پشیمان شدن و احتمال داره که اون فرزند هم فرزند به اصطلاح معلولی به دنیا بیاد که این عوارضی هستند که در واقع به دخل و تصرف کردن در خلقت الهی منجر میشن. جزاکم الله خیر. برادرمون مندازهی از زاهدان سوال کردن که آیا با ظالم مبارزه کردن جهاد است؟ با ظالم یعنی ما از نظر شرعی یعنی مکلف هستیم که ظلم رو نپذیریم، نه بر دیگری ظلم بکنیم و نه اینکه ظلم را تا جایی که امکان دارد بپذیریم و ظلم رو از خودمون و از دیگران دفع بکنیم. اما در این زمینه حکمت لازم هست و علم و درایت لازم هست و چه بسا مواردی بوده که انسانی به خاطر دفع ظلم یک عمل نسنجیده را انجام داده و ظلم مضاعفی بر خودش و بر افراد خانوادهش و یا بر اهل منطقه اساساً یعنی دوباره اضافه شده و ضرر بدتر و مفسده بالاتری به وجود آمده. اما اگر منظورشون این هست که یعنی قیام مسلحانه‌ای باشه در یک جایی که مردم امن و امان هستند، که موردی نداره، نیازی نیست و بر نتایجش یعنی مطمئن نیستن، که مردم بیشتر از گذشته مورد ظلم و ستم قرار بگیرن، چون این چیزی نه از نظر شرعی جایز هست و نه هم از نظر
عقلی. در حدیث معروفی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که امام مسلم در کتاب الاماره اینو ذکرش کرده که من خرج من امتی یضرب برها و فاجرها، هر کسی که در میان امت من خروج بکند و قیام بکند و نیکوکار و بدکارش را با یک چشم نگاه بکند و بزند و لا یتحاشا من مؤمنها و لا یفی لذی عهد عهده، که نه احترام مسلمانی رو نگه می‌داره، نه معاهدی رو، کسی غیر مسلمانی رو که در کشور اسلامی به اون در واقع تأمین دادند نه اینو مراعات میکنه. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند نه من از او هستم و نه او از من هست. انسان باید مراعات بکند حقوق دیگران را، حقوق مسلمانان را، حقوق غیر مسلمانانی رو که در کشور اسلامی زندگی میکنند. همه اینها را به هیچ عنوان نمیشود و مجاز نیستیم ما که به عنوان مبارزه با ظلم و به بهانه دفاع از خودمان به دیگران در واقع تعرض بکنیم. جزاکم الله خیر. بیننده عزیزی آقا مسعود از گوش سراوان پرسیدن که در مورد نماز استخاره توضیح بدید. نماز استخاره همون گونه که از خود اسمش یعنی واضح و آشکار هست، به معنی طلب خیر هست و مواردش فقط در موردی هست که انسان دچار تردد هست و هیچ گونه شرح صدری رو نداره، در میان دو تا کار مانده، نمیداند که کدام یکی رو انتخاب بکند. در اینجا جای استخاره هست. اما در مواردی هست که انسان تصمیم گرفته کاری رو انجام بده و قلبش هم 100% به طرف اون کار هست، اینجا جای برای استخاره نیست. مطمئن است فلان کار برای من مفیده، خب بدون استخاره باید انجام بده. یک جای مطمئن است این کار برای من مضر هست و نیازی نیست اون انجام بدم، خب بدون استخاره نباید اون کار رو انجام بده. اما در مواردی که مطمئن نیست و متردد هست و شرح صدری صورت نگرفته، میتوند که استخاره بکند و استخاره اون گونه که در احادیث اومده رسول الله صلی الله علیه و فرمودن فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه، 2 رکعت نماز بخواند غیر از نماز فرض باشند، یعنی بعد از نماز فرض نباشه، بعد از نماز نفل باشه، نماز نفلی رو که با همین نیت بخواند. و برخی از علما هم اجازه دادند که بعد از نمازهای سنن رواتب باشه نماز را بخواند، همین نماز عادی که یک نفلی که همیشه میخواند، و بعد از این دعا بکند که پروردگار اگر این عمل مورد رضایت تو هست اینو برای من مقدر بکن و من توفیق انجام این عمل بده، و اگر این عمل در دین من و عاقبت من و در دین دنیای من غیر مفید هست و مضر هست، این عمل رو از من دور بکن و من رو هم به رضای در واقع به تقدیر خودت راضی بکن. اللهم ان کان هذا الامر خیرا لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فیسره لی و تا آخر این روایت. لازم نیست که حتما باید به زبان عربی باشه، اگه به زبان فارسی هر زبانی که بلد هستن هم دعا بکنن هیچ گونه اشکال نداره و استخاره در واقع انجام گرفت. جزاکم الله خیر. من منظور این برادر بینندمون رو متوجه نشم، خواهر یا برادری که 4 شماره اخیرشون 2846 نوشتن که پول که حواله می شود و تبدیل می شود قرض بده گرانتر جایز است؟ در مورد حواله پرسیدن. ظاهرا سوالشون یعنی بسیار واضح نیست، اما اگر یعنی منظورشون این است که در یعنی شاید منظورشون این باشه که پولی رو مثلا میخوان از طریق کسی حواله بکنن و به این بگن تو مثلا 10,000 تومان به فلانی بده، من یک ماه بعد بد میدم 11,000 تومان مثلا. شاید منظورشون اینطوری باشه. از نظر شرعی یعنی صرفی که انجام میگیرد، یعنی تبدیل یک پول یک کشور به کشور دیگری، این 2 تا شرط داره. یعنی به صرفی که گفته میشد طلا با طلا، نقره با طلا یا موارد دیگری که در حدیث ذکر شده به عنوان اقلام ربوی هستند، 2 تا شرط داره. یکی این که اینها با هم دیگر یعنی هم جنس هم دیگر باشند، و شرط دوم این است که و با هم دیگه برابر باشند. برابر باشند، 2 تا هم جنسی که با هم دیگر فروخته میشوند. و شرط دوم این است که باید یعنی دست به دست باشند، یعنی مباشرتا در اینجا باید تحویل یک پولی رو میدهد پول دیگری رو میگیرد. و معامله پول با پول یا طلا با طلا به صورت نسیه جایز نیست که یک مثلا پولی رو الان میدهد و که معامله بکند به یک پول دیگری رو بعد از یک ماه تحویل بگیرد. اما در مواردی هست مثلا از یک کشوری به کشور دیگری میخواند که پولی رو حواله بکنند، از این کشور به کشور دیگر میفرستند، تا زمانی که این پول به طرف مقابل برسد شاید یک مقداری تأخیر بشود، یعنی نقد نیست. وقتی که این پول رو مثلا به صرافی تحویل میدهد خودش اون پول رو دوباره قبض نمیکند، وکالت میدهد به اون که این پول رو در فلان کشور به فلان انسان مثلا یا به خانواده‌اش به
برساند. در این مورد به خاطر ضرورت اکثر علما فتوای جواز دادند، اما در صورتی که در دو نفر در حضور همدیگر هستند و دسترسی دارند به همدیگر، جایز نیست که نسیتاً معامله بکنند. معامله پول با پول حتما باید یعنی در واقع نقدی باشه. اما اگر وقتی که پول مثلا متفاوت هست، مثلا پول فرض بکنید تومان ایرانی مثلا با دلار وقتی که معاوضه می شود، گرچه پشتوانه هر دوتا در واقع طلا هست یا نقره هست، اما به خاطر این هر یکی پول یک کشور هست و یک وجه نقدی یک کشور جداگانه حساب می شوند، اینجا تفاضل جایز هست و هیچ از نظر شرعی اشکالی نداره. بله. سوالی که در هر برنامه تکرار میشه، بازم قسم دادن که آیا حلال است فرد سنی با یک شیعی ازدواج کنه؟ عرض کردم که این اساساً یعنی حرمت قطعی و 100% نداره. حرمتش برمیگرده به این که اون خانواده چه خانواده‌ای باشن. اگر واقعا رافضی باشند و در حد شرک به الله متعال که ازدواج با اونها جایز نیست، و حتی در حالاتی که به اصطلاح یک مقداری خفیف هم باشه و این توصیه نمی‌شود ازدواج میان شیعه و سنی، زیرا که عملاً به اصطلاح ما تجربه کردیم که بسیار از مردم دچار زحمت و اشکال شدن در زندگی خودشون و نهایتاً هم منجر شده به طلاق. اما اگر واقعا مطمئن است که انسان معتدلی هستند و اهل شرک و بدعت و خرافات نیستند و برای خانواده خودش و برای فرزندانش در آینده دچار مشکلی نمیشود، از نظر شرعی این جواز داره. بله، جزاکم الله خیر. جناب استاد، یک نکته را اینجا اشاره کنم. بعضی از دوستانی که به اصطلاح خدم دارن در خونه هاشون از کشورهای غیر اسلامی، ذکر میکنن که حتی بچه هاشون بعضی از عادات و تقالید کفار رو، مثلا این خادمه‌ای که تو خونه داشته فیلیپینی بوده، مثلا مسیحی بوده، بعضی از طقوس مذهبی مسیحیت رو بچه هاش یاد گرفتن تو خونه و این طبعا شرعاً جایز نیست و عقلاً فرزندان تو مثلا که امانتی هستن برگردن تو دست اینجور مثلا خادمه شما بسپاری. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی. قبل از اینکه یک مرد سنی بخواد با یک دختر شیعه مثلا ازدواج بکنه، اینو در نظر داشته باشه که فردا امکان داره این زن فرزندانش رو به طرف شرک و زیارت قبور و همون خزعبلاتی که در دین رافضه هست دعوت بده، یا شاید این طرف از هم فوت کرد و این فرزندان همه شدن شیعه رافضی. آیا گناه این فرزندان و نوه ها و نسلی که از این باقی میمونه بر این اعتقادات باطل به گردن این پدری که سهلنگاری کرده میرسه؟ در واقع انسان یعنی باید یعنی خیرخواه خودش باشه و هم خیرخواه فرزندان خودش باشه و انسانی که در یک جای رسول الله صلی الله علیه و آله اونگونه که در روایات بسیار زیادی داریم دستور دادند که شما انسانی را که مؤمنه هست، در واقع زنی را که مؤمن و اهل دیانت است اون انتخاب بکنید و علتش هم این هست که فرزندی که از شما متولد می شود و در خانه شما تربیت پیدا می کند اون تربیت اسلامی در واقع داشته باشد و فرزندی که مسلمان بار بیاید، اهل دین باشد و اهل نماز و اطاعت و بندگی باشد، خود به خود این یک نوع برگه و حسنی هست برای پدر و مادر خودش. و اون انسانی که خودش در واقع دیده و دانسته مطمئن هست اگر اینجا ازدواج بکنن مثلا فرزندانش مثلا شاید رافضی بار بیان، شاید دشمن خدا و رسول بار بیان، شاید مثلا اهل بدعت و خرافات یا اساسا غیر مسلمان بار بیان، این در واقع شامل همون آیه میشه که الله متعال میفرماید ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. به این خاطر است ما یعنی عرض کردیم که یعنی در هر صورت انسان باید احتیاط را مراعات بکند و ما به چنین کاری توصیه نمی کنیم، منتها نمیتونیم که به صورت یک حکم کلی و اساسی ازدواج شیعه با سنی رو مثلا قطعا حرام بکنیم. این بستگی داره به مصالح و خود اون فرد میتونه این مصالح رو یا مفاسد رو بسنجه. اگر واقعا مصالحش بیشتر هست خب از نظر شرعی اصل جواز داره، و اما اگر مفاسدی مترتب میشه که انسان عاقلی نباید چنین کاری رو انجام بده. بله. بیننده عزیز چهار شماره اخیرشون 0594 پرسیدن که در مورد طلاق توضیحات بیشتری بدید که چطور طلاق
چطوری طلاق صحیح هست؟ روش صحیح طلاق داریم؟ روش صحیح طلاق ما از نظر شرعی دو نوع طلاق داریم که در اصطلاح شرعی طلاق سنت گفته میشه و طلاق بدعت. طلاق سنت به این معنی نیست که طلاق دادن سنت است، بلکه طلاقی که بر اساس روشی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. طلاق مسنون اونی که مشروع هست در دو مورد هست، یعنی دو چیز را باید مراعات بکنند، یکی در تعداد طلاق ها و دیگری زمان واقع گردانیدن طلاق. آمار طلاق و عدد طلاق باید فقط یک طلاق باشه. مرد مجاز هست که در حالتی که زن پاک هست و در حالت قاعدگی نیست و در حالت پاکی که با اون زن مخالفت نکرده فقط یک طلاقی رو به زن در واقع بده، یک طلاقی رو واقع بکنه که یک طلاق باشه و اون هم در حالت پاکی زن باشه و صبر بکنه تا زمانی که این زن عدتش تمام می شود، یعنی تا 3 ماه این زن در حالت عدت هست و مردی که یک طلاقی رو داده اجازه دارد که تا 3 ماه اگر پشیمان شد دوباره مراجعه بکنند و بر بگردن به زندگی مشترک خودشون. و اگر هم بالفرض این که رجوع نکرد و یک طلاقی داد و 3 ماه گذشت یا به تعبیر دقیق تر یعنی 3 در واقع قاعدگی از زن گذشت، این زن و مرد از همدیگر جدا میشوند، یعنی طلاق کاملا واقع شده و اینا بر همدیگر حرامند. منتها این حرمت ابدی نیست. این زن و شوهر دوباره میتونن با همدیگر دوباره ازدواج بکنن، دوباره زندگی مشترکی رو تشکیل بدن. این در صورتی است یک طلاق باشه. اگر یک طلاق رو داد دوباره رجوع کرد، بار دیگری نیاز افتاد دوباره طلاق بده، یک طلاق دیگر بدهد با همون شرایط، یعنی فقط یک طلاق باشه در حالت پاکی زن و در اون پاکی که با اون مخالفت نکرده باشه. اگر طلاق سوم را داد، این طلاق سوم طلاق نهایی هست و این زن و شوهر به صورت کلی از همدیگر جدا میشه، حتی با ازدواج مجدد دوباره بر هم دیگر حلال نمیشوند، مگر این که این زن برود با مرد دیگری با میل و اراده خودش و بدون قصد این که برای شوهر اولی حلال بشد برود ازدواج بکنند و اگر بعد از این که اون شوهر دومش فوت کرد یا طلاقش از خاص دوباره به شوهر اولش بر بگرده، در این صورت جایز است. اما طلاق دادن که 3 طلاق با یک لفظ باشه، 3 طلاق در یک مجلس باشه، 3 طلاق در یک طهر باشه، یا اینکه طلاق دادن در حالتی که زن در حالت قاعدگی هست یا در حالت نفاس هست، این طلاق بدعی محسوب می شود که این طلاق ناجایز و حرام است. و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در زمانی که خانمش در قاعدگی بود طلاقش داد و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این ماجرا اطلاع پیدا کرد، دستور داد به عمر که مره فلیراجعها، به پسرت بگو که برود دوباره رجوع بکند. و حضرت عبدالله بن عمر هم رفت دوباره رجوع کرد. منتها این طلاق ولو این که بدعی هست، ولو این که طلاق ناجایز و نامشروع هست، اما حساب واقع میشه و حساب میشه. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری چهارشماره اخیرشون 6337 پرسیدن که با عرض سلام آیا تراشیدن ریش گناه هست؟ خیلی ممنون. روایاتی که در این زمینه وجود داره روایات بسیار متعددی هستند که در تمام اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده که محاسن خودتون را نگه دارید، محاسن خودتون رو بذارید به حالت خودشون، ورخرها وعفلها، که روایات صحیح هستند. در این زمینه هیچ یک از علما این روایات را حتی تضعیف نکرده. حکم اصلی و اساسی در این زمینه این هست که حتی بسیار از علما قائل به وجوب هستند که ریش نگه داشتن و بلند کردن محاسن در واقع واجب هست و به اتفاق تمام مذاهب اربعه بله تراشیدن ریش حداقل حکمش همون کراهت هست و هیچ کسی حکم به جواز تراشیدن ریش در واقع نداد. بله جزاکم الله خیر. بیننده دیگری پرسیدن که آیا مسح بالای جوراب جایز است یا خیر؟ ابو زبیر از امارات. بله، ما درباره جوراب 2 نوع جوراب رو میشه تعریف کرد. یک جورابی که به اصطلاح به عنوان خف از اون تعبیر میشه در احکام فقهی یا موزه میگن، یعنی جورابی که از پوست باشه یا از پلاستیک ضخیمی باشه که آب در اون نفوذ نکند. در میان علما و مذاهب اسلامی در این زمین هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره که مسح بر موزه جایز است. یعنی این که شما به جای این که پای خودتون را بشورید می توانید که این جوراب را یا اون موزه را بپوشید و بر اون مسح بکنید. و در روایات داریم که در سنن ابو داود هست، حدیث صحیح هم هست که مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه روایت میکند وضوء رسول الله
الله صلی الله علیه وسلم را در آخر این روایت فرمودند که و مسح علی الجوربین و النعلین، و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر جورابهایش و بر نعلینش مسح کرد و این یک نوع رخصتی است. بله، مسح بر جوراب جایز هست، منتها فقهای احناف در این زمینه یک مقدار حساسیتی بیشتری رو به خرج دادن و گفتند که شرطش این است که جوراب باید جوراب ضخیمی باشه و جورابی که نازک باشه و شفاف باشه مسح بر اون جایز نیست. و فقهای دیگر به صورت کلی، همون گونه که لفظش در حدیث آمده، به صورت کلی گفتند که مسح بر جوراب، هر جورابی که باشه جایز هست و اشکالی نداره و اینو تعلیل کردند که این ربطی به نوع جوراب نداره، بلکه یک نوع رخصتی هست که الله متعال قرار داده، مانند مسح بر موزه، مانند مثلا 2 رکعت خوندن نماز 4 رکعتی در سفر و بقیه رخصت هایی که الله متعال جواب داده به اصطلاح برای انسان ها، مسلمان ها قرار داده. اما برای احتیاط و بسیاری از علمای معاصر هم حتی فتوا دادند که اگر جوراب شفاف باشه که یعنی خود پوست پا دیده می شود، در این صورت مسح نکنند. اگر جوراب ضخیمی هست هیچ اشکالی نداره، بر اون مسح بکنن و با اون مسح میتونند که نماز بخونن. بله، یک مسح در سفر و در حضر فرق میکنه؟ یعنی از نظر نوع مسح هیچ تفاوتی رو نداره، یعنی مسحی که در سفر هست و در حضر هست یک مسح هست و صورتش این است که این 3 تا انگشت وقتی که خیس هست اینو از سر پا بگیرن و تا ساق پا اینو باید بکشن که به صورت 3 انگشت، این هر دست پای راست با پا دست راست و پای چپ با دست چپ، منتها در مدتش متفاوت هست. برای کسی که مقیم هست در شهر خودش هست، یک شبانه روز میتوند بر جوراب خودش یا بر موزه مسح بکند و برای کسی که در سفر هست 3 شبانه روز میتواند که جوراب را بپوشد یا اون موزه را بپوشد و اصلا از پای خودش بیرون نیاورد، حتی چه در تابستان باشه چه در زمستان باشه، زیرا که یک نوع رخصتی هست که الله متعال قرار داده و منحصر به زمستان نیست که ترس فقط یعنی سرما را داشته باشند. و آغاز مدت مسح از مسح شروع میشه، یعنی از زمانی که یعنی بعد از این که در واقع وضو رو شکسته و دوباره وضو گرفته و مسح کرده. به طور مثال یعنی آغاز مثلا 24 ساعت یا یک شبانه روز از چه زمانی هست؟ فرض بکنید یکی امروز صبح مثلا وضو گرفته و بعد از اینکه وضو گرفته جوراب خودش رو پوشیده و با وضو بوده و فرض بکنیم که نزدیک نماز ظهر رفته قضای حاجت کرده و وضوی شکسته، برای نماز ظهر مثلا مسح کرده، این اولین لحظه ای که مسح کرده بر جوراب خودش نماز ظهر بوده، زمان مسح یا یک شبانه روزش از همون زمانی که اولین بار مسح کرده شروع میشه. در حالت در حضر و در شهر خودش وقتی که مقیم هست یک شبانه روز و در سفر 3 شبانه روز اجازه دارد که جوراب را از پا بیرون نیاورد و بر اون مسح بکند. بله، جزاکم الله خیر. خواهرمون سین از زاهدان سوال کردن، پسرشون 2 ماه قبل فوت کرده و گفتم که هر چقدر نیکی که کردم به پسرم بخشیدم، آیا قبول میشه؟ این واقعا یک سوال عجیبی است از نظر شرعی، چون این چیزی یعنی مشروع نیست و امکان هم نداره، نه مشروع هست و نه عملا امکان داره. نمازی رو که شما قبلا خوندید، روزه‌ای رو که قبلا خوندید، هر نمازی رو، عبادتی رو که شما انجام دادید با یک نیت انجام دادید، اون نیت هم برای خودتون بوده. نمیشود اون عبادتی رو که قبلا برای خودت انجام دادی الان دوباره نیتش رو عوض بکنند یا برای یک فرد دیگری بکنند. نمازها و عباداتی که شما انجام دادید همه برای خودتون محفوظ و با اینکه اینها رو بخشیدی به کسی دیگر بخشیده نمیشوند و کاری که شما میتوانید انجام بدهید این است که برای فرزند خودتون که الله متعال ایشون ان شاء الله مغفرت بکنن، جنت الفردوس رو نصیب ایشان بکنن، و کاری که شما میتونید بکنید این است که برایشون دعا بخونید و برایشون در واقع یک صدقه جاریه‌ای رو یک جایی مثلا فراهم بکنید، به یک مسجدی کمک بکنید یا تعدادی مثلا قرآن رو خریداری بکنید و در مسجدی بگذارید، کاری که یعنی با مرور زمان وقتی که مردم از اون استفاده میکنند یا در اون مسجد نماز میخونند یا فرضاً در اون مدرسه دینی درس میخونند، برای مردگان شما ثوابش انشاءالله جاری باشه. و راه صحیح ایصال ثواب هم این مورد هست، زیرا در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند زمانی که انسانی فوت میکند عملش قطع میشود مگر علمی که اون را منتشر بکند یا فرزند صالحی که از اون مانده بعد از اون دعا میکند یا صدقه جاریه‌ای که کسی به اصطلاح در حق کسی انجام شده، چه خودش چه فرد دیگری که بعد از زندگیش این ثوابش به اصطلاح جاری هست. جزاکم الله خیر. بیننده 4 شماره اخیرشون 6240
سوال عجیبی کردن، کسی که تریاک بدوزه و بکشه حلال است یا حرام؟ این دیگه نمیدونم چه تعبیر بگیم، این حرام در حرام هست. بله. خود مصرف کردن مواد مخدر به اتفاق تمام فقها و مذاهب اربعه حرام قطعی هست، هیچ کسی در فتوای به جواز نداده. و سرقت خودش یک هم یعنی نه تنها که به اصطلاح گناه هست بلکه تعدی به حقوق دیگران هست و این در همون ما دیگه تعبیر دیگری به اصطلاح نمیشه در اینجا کرد بجز این که حرام در حرام، یعنی که هر دو تا عملش حرام هستن و به هیچ عنوان نه سرقت جایز هست و نه مصرف کردن مواد مخدر. بله. آقای یاسر از بلوچستان پرسیدن که آیا چیزی به نام سحر و ساحرگری وجود دارد یا همون جادوگری منظورشون بوده؟ آخه یکی از اقوام نزدیکشون دچار مریضی سختی شده، میگن سحرش کردن. جواب ما بدید خواهش میکنم و براش هم دعا کنید. بله انشاءالله خدایشون از این بیماری شفا بدن. بله سحر یک واقعیتی هست که ذکر شده در زمان حضرت موسی، صراحتا الله متعال اینو در قرآن ذکر کرده، در احادیث رسول الله ذکر شده که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را لبید ابن عصم سحر کرد. در واقع این شیعه سنی اینو روایت کردن. پس بنابراین سحر یک واقعیتی رو داره، امکان داره که سحر انسان رو بیمار بکند و حتی احیانا انسان رو در واقع بکشد. این یک واقعیت غیر قابل انکاری هست. اما بسیاری از مردم به دیگران بدگمان هستند، گمان بد دارند، یک وسواس بیش از حدی رو دارند و معالجه سحر این است که شما پایبند احکام خدا باشید، پایبند نماز و اذکار شرعی باشید، خصوصا اذکار صباح و مسا را همیشه ورد زبانتان باشد. در هنگامی که شب میخواهید بخوابید معوذتین را، آیت الکرسی را بر خودتان، بر فرزندانتان یا بر اون فردی که گمان میکنید که سحر شده بر اون بخوانید و بدمید. راه علاج سحر این هست. اما به خاطر این که فردی سحر شده و به خاطر سحر برود مراجعه بکند پیش ساحری دیگر و مرتکب سحر بشود، این خودش یک کار نسنجیده و گناه دیگری هست که چنین کاری جایز نیست. بله. بینندمون خامیم از سردشت پرسیدن که مردی با زنش با همسرش جماع بکنه از طریقی که شریعت ممنوع کرده، آیا جایز است؟ البته این در شریعت اهل سنت ممنوع است، در شریعت شیعه که میدونید. بله به اتفاق مذاهب اهل سنت همبستری و مقاربت با زن از راه عقب حرام قطعی هست و هیچ یکی از علما و ائمه اهل سنت و جماعت چنین چیزی رو جواز ندادن و چگونه هم میتونن چنین چیزی رو جواز بدن در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا در احادیث صریحی و در موارد متعددی اینو تحریم کردند و نه تنها که یک یعنی حرام در واقع معمولی باشه بلکه گناه کبیره هست و در تعریف گناه کبیره علما میفرمایند که گناه کبیره اون است که برای اون یک مجازات شرعی یا لعن و نفرینی در واقع در احادیث رسول الله یا وعیدی مطرح شده باشه. در این زمینه احادیث زیادی رو داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند که ملعون من اتی امرأته فی دبرها، اون کسی که این کار رو بکنه با همسر خودشون در واقع ملعون هست. و روایات دیگری هم در این زمینه وجود داره که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من اتی رجلا او امرأة فی الدبر که فلا ينظر الله الیه، چون کسی که این کار رو بکند الله متعال به هیچ عنوان اون رو با نگاه رحمت خودش در واقع نگاه نمی‌کند. و حدیث متعددی در این زمینه وجود داره و این که زن و شوهر بر هم دیگر حلال هستند این به معنی این نیست که حتی کار خلاف شرعی رو در واقع انجام بدن. و ما میدونیم همه مردم اینو میدونند که قوم لوط رو الله متعال به چه خاطر اونو به اصطلاح هلاک کرد و نوع هلاکت و نوع عذابی که بر قوم لوط الله متعال مسخر کرده بی‌نظیر هست، در بقیه اقوام وجود نداره. و حتی یکی از بزرگان، یکی از ائمه که تعبیری دارن در این زمینه میگوید اگر واقعا یعنی در قوم لوط این عمل اتفاق نمی افتاد ما اصلا تصورش هم نمی کردیم در میان انسان ها چنین کاری اتفاق بیفتد. پس بنابراین این حرام قطعی هست و به هیچ عنوان همون گونه که با دو مرد اگر این کار رو بکنم حرام قطعی هست و گناه کبیره هست و مجازات شرعی دارد که حتی در حد زنا در مجازاتش در فقه اسلامی بحث شده، تفاوتی ندارد که این عمل با مردی انجام بگیرد یا با زن بیگانه انجام بگیرد یا با زنی که به اصطلاح همسر هستند بین در میان زن و شوهر این عمل انجام بگیرد. در هر صورت این حرام قطعی است. در دایره زناشویی و در
دایره مسائل خانوادگی 2 مورد استثناء داریم، بقیه موارد همه جایز هستند. الله متعال میفرماید فأتوا حرثکم ان شئتم، به هر گونه‌ای و به هر کیفیت و حالتی که می‌خواهید میتونید با همسران خودتون نزدیکی بکنید. منتها 2 مورد را که در قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ممنوع شده، هم یکی این مورد هست که یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. یکی همبستری در هنگام قاعدگی که زن هم قاعده هست و اونم فقط همبستری و مخاربت اون به اصطلاح حرام هست، نه این که به عنوان معاشقه باشه، یعنی دست زدن یکدیگر یا استفاده از به اصطلاح اعضای یکدیگر باشه. به صورت کلی این حرام نیست، فقط و فقط این عمل حرام هست. و مورد دیگری که در حدیث بیان شده همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که هر مردی که این کار را با خانمش بکند اون در واقع ملعون هست. پس بنابراین از دیدگاه اهل سنت و الجماعت این یک حرام قطعی و 100% و گناه کبیره هست و به هیچ عنوان جوازی نداره. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری سوالشون اینه که اگر مقصر نباشند و به خاطر خدا هم از کسی بگذرند اما طرف مقابل عمدن کوتاه نیاد و میخواد کناره گیری بکنه، تکلیف چیست؟ 4 شماره اخیرشون 70-18. در موردی که اختلافاتی ایجاد میشه در میان 2 تا شخص، یعنی صلح را که و صلح خیر که صلح بهتر هست در هر موردی، حتی در موردی که انسان یعنی حق خودش هست از حق خودش گذشت بکند، این یک فضیلت بسیار زیادی را دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این انسانی که مراء را و مجادله را و به اصطلاح این ترک بکند که در صورتی که ولو اینکه حق هم با خودش باشد، الله متعال میگوید که رسول الله میفرماد که اینو من یعنی توصیه میکنم یا مژده میدهم به بهشت، به خانه‌ای که در بهشت برای اون آماده بشه. و این یک فضیلت بسیار بزرگی هست، حتی ولو اینکه شما حق باشید مجادله را و مرا را سر و صدا کردن را رها بکنید و از حق خودتان بگذارید، این یک فضیلت بسیار بزرگی داره. اما به این معنی نیست که حق خودتان را بدون دلیل و مدرک و بدون اثبات این حقتون رو به دیگران واگذار بکنید. انسان به اصطلاح از نظر شرعی موظف هست تا جایی که میتواند حق خودش را خصوصا حقوق مادی رو دریافت بکند. و حتی در روایت داریم کسی که برای دفاع از مال خودش و جان و ناموس خودش در واقع کشته بشه در حد شهادت هست. این به این معنی نیست که ما از مال و جان و ناموس خودمون بگذریم، اما در یک مواردی مثلا هست که قابل گذشت هست و یک مسئله هست که میشود گذشت کرد. در این مورد اگر کسی ولو این که حق باشه مراء و مجادله را ترک بکند، این فضیلت رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش بیان فرمود. صلی الله علیه و سلم. خواهرمون نیلوفر از مشهد پرسیدن که ایشون موحد شدن به وسیله شبکه وصال حق و نماز موحدین رو میخوان یاد بگیرن اما کامپیوتر و وسیله هوشمندی ندارن. لطف کنید کمک هم کنید، ازتون خواهش میکنم جواب سوالمو بدید. آیا تو مذهب، خب این جزء اول سوالشونه، جزء دوم سوالشون اینه که آیا مذهب اهل سنت منجی داره، یعنی کسی که جهان رو نجات بده؟ گفته منظورم امام زمان خیالی نیست، میخواستم بدونم اهل سنت چند تا مذهب داره، این رو پاسخ بدید. مذاهب اهل سنت و الجماعت اگر از نظر عقیدتی نگاه بکنیم یک مذهب بیشتر نیستن. از نظر اعتقادی مذهب اهل سنت و الجماعت فقط یک مذهب هست. در اصول اعتقاد 4 مذهبی که 4 مذهب فقهی و به اصطلاح شرعی هستند هیچ گونه اختلافی با هم دیگر رو در باب اصول و عقاید ندارند. مفاد اعتقادی تمام مذاهب اربعه یک چیز هست بدون هیچ گونه تفاوتی. اما در مسائل شرعی و در مسائل اجتهادی خب یک چیز طبیعی هست و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این بنایش گذاشته شده. اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر کسی با اون دیدگاه و با آگاهی که داشته به نصوص شرعی نگاه می‌کردند و یک حکم شرعی رو در واقع استنباط می‌کردند. در این اختلاف دیدگاه در امور شرعی و در احکام فقهی یک امر کاملا مقبولی هست و این طبیعت فقه هست و یک نوع رحمتی است که الله متعال در واقع برای انسان‌ها قرار داده که همه رو در هر حالت و در هر زمان و در هر مکانی و تحت هر شرایطی انسان را
ملزم نمی‌کنند حتما باید به دیدگاه یک نفر صرفا عمل بکنند، بلکه این بستگی داره به نظر علما و مجتهدینی که در هر عصری و در هر مکانی وجود دارند. اما خوندن نماز بر اساس مذهب اهل سنت و الجماعت اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اصحابشون رو آموزش دادن، حضرت خلاد ابن رافع رضی الله تعالی عنه که معروف است به حدیث مسیء الصلاه، اون کسی که بعد نماز میخوند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که میخواستی نماز بخوانی طبعا بعد از وضو رو به طرف قبله بایستد و ابتدا همون نیت هست و نیت یعنی تصمیم نماز. همین که یک فرد بلند میشود و مصلا رو میاندازد این خودش نیتش هست. این لازم نیست که حتما یک نیتی رو با زبان بیاورد که من نیت کردم که مثلا 2 رکعت نماز مثلا صبح رو بخوانم یا مثلا نماز ظهر. همین که وقت نماز ظهر هست، شما اذان رو شنیدید، بلند شدید، رفتید به مسجد و در نماز جماعت شرکت کردید، همین نیت شما هست. نیت دیگری که با زبان بیاورید لازم نیست. در رو به قبله میایستید، تکبیر تحریمه رو میگویید و دستها رو میبندید بر روی سینه و بعد از آن دعای استفتاح رو میخونید و سوره اینها جزء این دعای استفتاح جزء فرایض نماز نیست و بعد از آن سوره حمد رو میخونید و هر آیه ای را از قرآن که بلد هستی، حداقل 3 آیه کوچک یا یک آیه بزرگتر یا یک سوره کوچیکی رو میتونید در نماز بخونید. بعداً تکبیر میگید، به رکوع میروید و در رکوع تسبیحات رو میخونید، سبحان ربی العظیم، و بعد از اون بلند میشوید، در بعد از رکوع مقداری رو صبر میکنید، راست میایستید و بعد به سجده میروید و رکعات دیگر نماز رو به همین صورت تمام بکنند. بعد از رکعت دوم یک تحیات داره، یعنی بنشینند التحیات لله رو بخونه و بعداً بلند بشوند. اگر نماز 4 رکعتی هست 2 رکعت دیگر رو با همین کیفیت و در آخر التحیات دیگر و با همین دعای التحیات و درودی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره و دعاهایی که میخواد برای خودش انجام بده و نهایتاً سلام. جزاکم الله خیر. در مورد منجی و درباره منجی ما اعتقادی به این نداریم و یعنی از نظر شرعی ما مکلف نیستیم که دعا بکنیم که خدای منجی رو در عالم پیدا بکن، یه فلان منجی که هست اینو به اصطلاح بیار، و این نه جزء اصول دین در واقع نیست که ما حتما باید به این به عنوان یک امام و به عنوان یک اصل شرعی ما به این ایمان بیاریم. بله در روایات اهل سنت و الجماعت این وجود داره که این زمان این دین چگونه آغاز شده، با غربت شروع شده، دوباره قوی شده، در مراحلی ضعیف می شود، اما این بشارت را الله متعال داده که در آخر الزمان دین مبین اسلام به قدرت می رسد و احکام الهی در همه جا در واقع اجرا می شود. این در زمانی هست که مهدی را الله متعال که اسمش هست محمد ابن عبدالله در روایت اهل سنت است، نه محمد ابن الحسن، هم نامش با نام رسول الله یکی هست و هم نام پدرش با نام پدر رسول الله یکی هست که این حتی در روایت شیعه هم وجود دارد با همین نام، این نام خودش و نام پدرش با رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی هستند و این یکی از علامات قیامت هست. رسول الله فرمودند در آخر الزمان چنین فردی میاد، نه انتظار کشیدن اون روز ثوابی را دارد و نه دعایی ما داریم که دعا بکنید که فلانی حتما باید مثلا ظهور بکند. زمان ظهورش مشخص هست، مکان ظهورش مشخص هست، چه ما دعا بکنیم یا دعا نکنیم این تأثیری در این ندارد. یکی از علامات قیامت هست که قبل از قیامت الله متعال چنین اتفاقی میافتد، حضرت عیسی نزول میکند و بعد از این دوباره یعنی زمانی که قیامت برپا میشود این در زمانی هست که انسان ها تمام کافر هستند، به تعبیر حدیث شرار خلق الله هستند، بدترین انسان هستند و بر روی اونها قیامت در واقع برگزار میشه. جزاکم الله خیر. البته خب اینو میدونید که در مذهب شیعه خیلی سوء استفاده کردن از قضیه مهدویت و وجود حضرت مهدی تا بهانه‌ای داشته باشن برای اینکه خودشون رو جانشین امام زمان بدونن و جیبای مردم رو خالی بکنن و خمس و صیغه و مطالبی که تو این برنامه جاش نیست. که از نظر عقلی هم انسان بررسی بکند. امامی که 1200 سال هست که تا حالا هیچ نفعی برای مردم نداره، حتی یک حکم شرعی رو برای مردم بیان نکرده، حتی علما خودشون میگه تا حالا کسی هم ندیده، روایتشون در اصول کافی بقیه بسیار زیاد هست، حتی نامه‌ای رو که از جانب الله متعال نازل شده که ان شاء الله اینو در برنامه حجت بی حجت اینو بررسی خواهیم کرد، در اونجا اسم مهدی رو نمیاره، میگه امام مثلا نفر 12 میم ها میم دال
حتی خدا هم اسمش رو رمزی گفته و جایز نیست که کسی اسمش رو ببره و نه خودش رو میبینند، نه جایز هست که نامش رو بگیرند و نه عملا هیچ گونه تأثیری در زندگی ما نداره. من به عنوان یک فرد سنی با یک فرد شیعه هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر رو نداریم. من هم احکام فقهیم رو از علما و مجتهدین غیر معصوم میگیرم و شیعه هم امروز هم این کار رو دارن انجام میدن و هیچ حکم شرعی از احکام شرعی سندش به امام 12 یا امام زمان نمیرسد. پس بنابراین وجودش و عدمش کاملا یعنی برابر هست و هیچ گونه نقشی رو در دنیا و نه از نظر دینی و هم از نظر دنیایی نداره. بله، جزاکم الله خیر. جناب استاد اگر موافق باشید با هم یک میان برنامه ببینیم و بعد از اون انشاءالله با سوالات بینندگان عزیز در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. با ما همراه باشید. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد بدم ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعان. كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. بیدادی جمله را هستی ربی من یا الله تو یکتایی و یکتایی و یکتایی یا الله. همه عالم گواه است بر وجودی ذات یکتایت تو تنهایی و تنهایی و تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله
بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. توانایی علمی تو همه چیز را فرا گیرد، توانایی و دانایی یا الله. محمد را فرستادی برای دعوت اسلام، تو هادی جمله مایی و مایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله. بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. الله الله یا الله. رضای تو بود بر آن که از وی پیروی دارد، تو محبوبی و محبوبی یا الله. الله یا الله. الله الله یا الله. الله یا الله. الله یا الله. تو نوری آسمانی و زمینی کردگاری من، تو رحمانی و رحمانی یا الله. الله یا الله. الله یا الله. هزاران این سپاس و شکر ما بادا نثاری تو معبودی و مقصودی یا الله. الله یا الله. الله یا الله. الله یا الله. الله یا با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم با پرسش های عزیزان بیننده که از طریق SMS فرستادن. واقعا جناب استاد اگر بخوایم اینطوری سوالات بینندگان رو مفصل پاسخ بدیم، شاید SMS هایی که در همین یکی دو روز اومده تا یک ماه دیگه تمام نشه. چاره ای نیست، نمیدونم. بله، مختصر سعی میکنیم که پاسخها کمی مختصرتر باشه تا بتونیم بیشترین تعداد از سوالات شما عزیزان رو بگیریم. جناب استاد، 4 شماره اخیر بیننده 9086 سوال کردن که آیا افغانیایی که از طریق سپاه ایران به جنگ سوریه میرن و کشته میشن شهید محسوب میشون؟ واقعا یعنی کسی که برای کشتن مسلمان میرود اگر شهید بشود، پس آمریکایی ها تو افغانستان، روسایی که بودن، همه رو باید شهید حساب کرد. واقعا یعنی بزرگترین ظلم در حق مسلمان این هست یک مسلمان برای کشتن مسلمانی بره. بله. خواهری که 4 شماره اخیرشون 2667 سوال کردن که ایشون و خواهرشون بچه دار نمیشن، میگوین که کسی بر شما دعا کرده. آیا راست است؟ این مورد یعنی اگر واقعا بالفرض هم دعای کرده باشه که چون این چیزی رو وجود نداره، بیشتر وهم و گمان و وسواس است و بالفرض اگر باشه، راهش اینه، راه حلش هم دعا هست. شما هم دعا بکنید و اذکار و اورادی که در این زمینه هست بخوانید و از درگاه الله متعال بخواهید که این مشکل انشالله حل بشه. ما هم انشالله برای شما دعا خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. آقا سعید عزیز از مشهد گفتن که میخوان عمره برن مکه، اولویت مکه تأخیر شده براشون، از کاروان جا موندن، براشون دعا بکنید. بیننده دیگری از بلوچستان آقای ریگی سوال کردن که آیا بعد نماز عشا نماز وتر 1 رکعت بخوانیم درست است یا باید اول 2 رکعت بخوانیم بعد 1 رکعت بخوانیم؟ اگر
خب این سوال اولشون از باز جزء دیگری هم داره. خوندن نماز وتر چندین صورت داره. یک رکعت هم جایز هست، یعنی تنها باشه که 2 رکعت قبلش نباشه. 3 رکعت هم جایز هست که 2 رکعت جدا باشه، 1 رکعت جدا بخونند، یا اینکه 3 رکعت رو یک جا بخونند، 5 رکعت 7 رکعت بخونند و تا 11 رکعت هم از نظر شرعی جایز، هیچ اشکالی نداره. لازم نیست که حتما قبل از این که 1 رکعت رو بخونند و قبلش نماز بخونند. منتها در روایاتی که در این زمین آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی در این زمینه فرمودند که اگر کسی که نماز لیل رو میخوند، یعنی نماز تهجد میخوند، وقتی که ترسید که صبح میشود، یعنی راهش این است که 1 رکعت اضافه بخواند و نماز وتر را بخواند و اولاتر و بهتر این است که قبل از اون 2 رکعت را بخواند، خصوصا 2 رکعتی که به عنوان نماز سنت هست و در حدیث حضرت عایشه یا حدیث عبدالله بن عمر که در صحیحین هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ترغیب کردند که بعد از نماز عشاء 2 رکعت سنت حتما خوانده بشه. این 2 رکعت سنت خوانده بشه. اگر توانست 3 رکعت نماز وتر بخواند که بهتر هست، اولاتر هست، و اگر نتوانست، فرصت نبود یا نمیخواست، میتونه 1 رکعت هم اکتفا بکنه، اشکال شرعی نداره. بله. آقا یا خانم رشین نوشتن که میگن که کسی وقت خواب اسم عمر رو قلبش بنویسه آن شب شیطان نمیاد و جنوب نمیشه. این کار بدعت؟ اینا خرافات هست و هیچ گونه ثبوت شرعی نداره و قطعا بدعته و حرام هست. یعنی یعنی اصل چنین اعتقادی ناجایز و حرام، جایز نیست که انسان چنین اعتقادی را داشته باشه و اضافه بر این بی‌حرمتی به این شخصیت‌های اسلامی است. بله، جزاکم الله خیر. بیننده 4 شماره اخیرشون 9342 پرسیدن که روز 5 شنبه روزه بودم، حتما روزه نفلی بوده، 1 ساعت مونده به اذان، به فراموشی کم آب شیرین تو دهنم کردم، یادم اومد نخوردمشون ولی شیرینی به گلوم رفت. دوباره روزه بگیرم یا که نه لازم نیست. در این صورت روزش نشکسته و روزه فرض و روزه نفل اصلا تفاوتی رو نداره. چه در روزه نفلی چه یا در روزه فرضی، اگر انسانی به اشتباهی و سهوا چیزی رو خورد روزش نمیشکند و خصوصا در روزه های نفلی یا روزه‌ای که غیر فرض هست و سنت هست و اونو میگیره و اگر کسی عمدن حتی هم اگر روزش رو شکست، لازم نیست، بنابر قول راجحی که در این زمینه وجود دارد، لازم نیست که شما به جای اون روزه نفلی که اون رو شکستید حتما 1 روز دیگر را روزه بگیرید. اگر خواستید روزه بگیرید مجاز هستید و اگر هم نخواستید هیچ گونه گناهی رو نداره. اما در صورتی که ایشون ذکر کردن اصلا روزهشون نشکسته و روزه اولیشون درسته. این سوال فرستندش خواهرمون زیتون از بلوچستان بود که اظهار لطف کردن به شما. من قسمت دوم سوال برادرمون ریگی از بلوچستان رو فراموش کردم بپرسم. سوال دومشون اینه که اگر دست کسی به آلتش بخوره وقت وضو داشته باشه، آیا وضوش باطل میشه؟ و اگر اثر لباس باشه چطور؟ از نظر فقها در این زمینه در واقع اختلاف دیدگاهی وجود داره. مذهب احناف و بسیاری دیگر از علما و صحابه این است که در این صورت یعنی ناقض وضو نیست، یعنی شکننده وضو نیست. منتها برخی از علما گفتند که در صورتی که بدون لباس و بدون حجاب باشه و از روی شهوت باشه شکننده در واقع وضو هست، اما در حالت عادی شکننده وضو نیست. بله، جزاکم الله خیر. بیننده دیگری 4 شماره اخیرشون 0178 پرسیدن که اگر امکان داره بیشتر به مردم آداب نماز و روزه و روزی حلال رو توضیح بدید. اگر نماز سنت را نخوانیم گناهی داره؟ نماز سنت اساساً برای جبران کمبودی های نماز فرض هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه یک فضیلتی رو بیان کردن. هر کسی که 12 رکعت نماز سنت رواتب رو بخواند، الله متعال در روز قیامت یعنی ایشون رو یک جایی برایشان فراهم میکند، خونه‌ای در بهشت برایشون میسازند. یا حدیث حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه است که میگوید که من حفظت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 رکعات، من حفظ کردم از رسول الله که ایشون یعنی دیده همیشه این 10 رکعت رو میخوندن. 2 رکعت قبل از نماز فجر، 2 رکعت قبل از نماز ظهر و 2 رکعت بعد از نماز ظهر و 2 رکعت بعد از مغرب و 2 رکعت بعد از عشاء. و در حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که 14 رکعت اومده، به جای 2 رکعت قبل از ظهر 4 رکعت قبل از ظهر اومده. اما اگر کسی این نمازها را نخوند از نظر شرعی گناهکار نیست، فقط این فرصت و این فضیلت رو در واقع از دست داده. بله. برادر یا خواهری 0536 4 شماره اخیرشون فرمودن که فرزند 9 سالشون تازه سرطان گرفته، عقیدم بر الله سبحانه و تعالی شده، نوبت دکترم دارم، نمیدونم دکتر ببرم یا به الله بسپارمش.
آرزو میکنیم که الله سبحانه و تعالی شفای عاجل نصیب بکنه به فرزندشون و براشون گفته دعا بکنیم. و الله متعال انشاءالله که بیماریشون رو شفا بده، هر بیماری و شفایش از الله متعال یعنی واقعا یعنی سخت نیست و میسر هست برای الله متعال انشاءالله. که بسیارن تعداد کسایی که سرطان گرفته بودن و دوباره خوب بله قطع امید کرده بودند مردم از اونها و الله متعال واقعا اونها را شفا داده. اما این که این به حال خودش اینو رها بکنه این معنی توکل نیست. معنی توکل و اعتقاد به تقدیر این است که شما همراه با این که ایمان دارید، توکل دارید به الله متعال، شما فرزندتون حتما به دکتر ببرید، مراجعه بکنید به پزشک متخصصی در این زمینه، دوا و درمان بکنن و هر دردی رو که وجود داره الله متعال برای هر دردی یک درمانی قرار داده. و این که برخی از افراد معتقد هستند که هر چیز از خدا می شود، قطعا این گونه است. هر چیزی از خدا می شود، اما خداوند متعال اسباب و وسایلی رو قرار داده و دستور داده از نظر شرعی که ما این اسباب و وسایل را استفاده بکنیم. من جمله این اسباب و وسایل مراجعه کردن به پزشک و مداوا هست که از نظر شرعی نه تنها جایز هست بلکه ما مکلف و موظف هستیم که حتما این اسباب را به کار ببریم. بله جزاکم الله خیر. خواهرمون سین از تهران پرسیدن که طلای زیادی دارن، از اون استفاده میکنن برای خودشون و قصد سود و منفعتی هم ندارن، آیا زکات بهش تعلق میگیره؟ بنابر نظر و دیدگاه قوی تری که در این زمینه وجود داره، طلا ولو اینکه استفاده بشود یا استفاده نشود، به صورت زیورالات باشد که زن اونها را استفاده بکند یا به صورت خشت باشد که در منزل به اصطلاح ذخیره شده باشد، در هر صورت طلا زکات دارد. و روایات بسیار زیادی و صحیح در این زمینه داریم که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید من یک روزی علنگوی رو درست کرده بودم، در دستم بود، رسول الله صلی الله علیه و آله اومدند و فرمودند که این چیه؟ گفتم اینو من به خاطر اینکه آرایشی کرده باشم برای شما و زینتی برای شما باشه اینو من در دست کردم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که آیا شما زکاتش رو پرداخت میکنید؟ و اگر زکاتش رو پرداخت نکنید همین برای آتش جهنم است و یعنی برای تو کافی است، یعنی همین آتش جهنم می شود. یا در روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و آله در منزلشون بودند، یک فرد زنی اومد و علنگوی در دست فرزندان و انگشتری بود، رسول الله فرمودند که آیا زکات اینو شما پرداخت میکنید؟ گفتند که نه. گفتند زکاتی که پرداخت نمیکنید تبدیل میشه به آتش جهنم. و اون زن اون طلا رو در آوردن و گفتند که این در راه خدا من اینو صدقه میدم. بنابراین دلایل و دلایل بسیار زیاد دیگری که در این زمینه وجود داره، طلا چه استفاده بشود چه استفاده نشود و قول راجح در این زمینه و نظر مذهب احناف و بسیاری دیگر از مذاهب و علما این است که چنین طلایی زکات داره. منتها در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه اونم طلایی که از اون استفاده بشه، یعنی در طول سال به اندازه معقولی باشه که معمولا زنها به اون اندازه طلا دارن و از اون استفاده بشه. حضرت امام شافعی در مذهب ایشون این است که چنین طلایی زکات نداره. منتها دلیل قوی تر در این زمینه که وجود داره این است که این زکات داره و مذهب جمهور علما هم این هست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری سوال کردن که اگر زنی حامله باشه و بچهش حدود 6 الی 8 ماه تو شکم این زن باشه و این زن بمیره، طریقه دفن این زن و بچهشان که در شکم است چطور است؟ آقا حسین از یزدگان پرسیدن این. از نظر شرعی یعنی طریقه دفن، یعنی من اینو فهمیدم که چطوری در لحد گذاشته بشه یا حالا خانومی که مثلا تو شکمش حامله بوده بچه 6-7 ماه، از این سوال میشه دو چیز فهمید: آیا این بچه زنده است تو شکم مادر بعد از فوت مادر یا که بچه‌م فوت شده؟ خب اینو پزشک تشخیص میده. از نظر شرعی و از نظر طبی و پزشکی هم وقتی که یک مادری وقتی که فوت میکند که جنینی در شکمش باشد، یعنی تجربه نشان داده که این بچه زیاد دوام نمیتونه پیدا بکنه، همزمان با مادر یا اندکی بعد از مادر فوت میکند. اما بالفرض اگر حالاتی وجود داشته باشه که امکان داشته باشه که جان این جنین رو نجات بدن و خصوصا در عمری باشه که احتمال داره که زنده بماند، از نظر شرعی جایز هست که این بچه رو از شکم مادرش بیرون بکنند اگر سوالشون این هست. اما اگر منظور طریقه خوابوندنشون در قبر به چه صورت باشه، اصل خود این مادر هستند که باید رویشون به طرف قبله باشه. کاری به جنینی که در شکمش هست ما نداریم که رویش به طرف قبله می شود یا به طرف دیگر، این معیار نیست. بله. تشکر از شما جناب استاد. بیننده دیگری از ایران، چهارشماره اخیرشون 0378 پرسیدن که هنگام نماز خواندن
خنده و گریه آشکار نماز رو باطل میکنه؟ خنده یعنی اگر با صدای بلند باشه، با قهقه باشه، این شکننده نماز هست، نماز شکسته، نماز رو باید از سر نو دوباره شروع بکنن. و گریه هم اگر به خاطر به اصطلاح یعنی امور دنیوی باشه که حکمش باز هم این هست. اما اگر گریه به خاطر متأثر شدن از آیات قرآن هست و به خاطر گریه از عذاب الهی و یا امید به رحمت الله متعال باشه، این هیچ گونه اشکالی ندارد و شکننده نماز نیست. و حتی در روایات داریم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز می‌خوندند لصدورهم ازیر کازیر المرجل، یعنی از سینه هاشون صدایی میومد مانند صدای به اصطلاح دیگ که در حالت جوش کردن هست. یعنی این یک نوع گریه بسیار خفیفی رو داشتن و این گریه در صورتی که به خاطر ترس از الله متعال باشه شکننده نماز نیست. جزاکم الله خیر. خواهری 4 شماره اخیرشون 4613 سوالشون اینه که خونه پدر شوهرشون زندگی میکنن، شرایط برای غسل کردن ندارن، به جای غسل تیمم میکنن، تا چند روز نمیتونن غسل بکنن. نه، اگر یعنی در شهری هستند، خونه وجود داره که آب وجود داره، در اطرافشون آب هست و اگر منظورشون این است که امکان گرم کردن آب رو ندارند یا این که شاید به خاطر شرم و حیا نمیتونند غسل بکنند و اینها به هیچ عنوان اینها دلیل جواز تیمم نیست. در شهر حکم اصلی و اساسی این است که انسان باید غسل بکند مگر در صورتی که انسانی بیمار هست و میترسد که اگر آب استفاده بکند بیماریش بیشتر می شود یا اینکه بیمار می شود، در این صورت جایز هست که تیمم بکنند. اما این که به صورت متمادی و در چندین روز فقط و فقط به خاطر اینکه هوا سرد هست یا به خاطر اینکه شرم و حیایی می کنند و اینطوری که من متوجه شدم، این به هیچ عنوان جایز نیست که تیمم بکنند، بلکه حکم شرعی این است که باید غسل بکنند. بله. حالا اگر در روستای محرومی باشن که یعنی آب آشامیدنی به زور پیدا میشه، شاید هفته یک مرتبه مثلا به چشمه‌ای، به رودی، جایی بالفرض اگر تصور بکنیم که در یک جایی باشه که آب نباشه، به صورت کلی آب نباشه، فرض کنیم حتی در یک شهری باشه که آب به صورت کلی قطع شده باشه و آب نباشه که انسان از اون آب استفاده بکنه، چه در شهر باشه چه در خارج از شهر و وقت نماز هم فرا رسیده باشه، در این صورت چه انسان بی‌وضو باشه یا چه به اصطلاح حدث اکبر داشته باشه، در حالت جنابت باشه، در صورت عدم قدرت بر آب تیمم کردن جایزه و اشکال نداره. اما به خاطر ترس از سرمای اندکی که هست یا به خاطر ترس از به اصطلاح یه شرم و حیایی که احیانا شاید بعضی داشته باشن، این دلیل بر جواز تیمم نمیتونه باشه. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری گفتن لقب سید فقط به بزرگان دین تعلق داره، چون بعضیا میگن که ما شجره‌نامه داریم. این درسته؟ نه، طلب اسم سید یعنی کاری به بزرگان دین نداره. ما بسیار از بزرگان دین داریم که اکثرشون یعنی نه تنها جز در واقع عرب یعنی سید نبودن، حتی عرب هم نبودن. بزرگی در دین برمیگرده به تقوای انسان، به علمی که انسان در واقع کسب کرده و به خدمتی که به دین الله و به بندگان الله متعال میکند. به این طریق انسان‌ها به بزرگی و کرامت و درجه به اصطلاح اولیاء اللهی میرسن و این هیچ اختصاصی به سید نداره. بله، اصحاب یعنی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگن که سید هست. اگر واقعا کسی یعنی شجره داشته باشد که نسبش ثابت باشه تا رسول الله صلی الله علیه و سلم، از نظر شرعی خب میگن که این سید هست و آل رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. اما از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ گونه تفاوتی بین این فرد و افراد دیگری وجود نداره. به این خاطر و این گونه نیست که این به خاطر اینکه سید هست نزد الله متعال محبوب تر باشه قطع نظرش. و الله متعال صراحتا یعنی اینو بیان کرده در قرآن کریم، رسول الله صلی الله علیه و آله اینو در احادیثشون بیان کردند که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. معیار کرامت، معیار برتری نزد الله متعال دل هست و عملی هست که انسان به خاطر رضای الله متعال انجام میده. نسب و شکل ظاهری به هیچ گونه تأثیری در قرب به الله یا اینکه انسان به مقام بزرگی برسه نداره. بله، جزاکم الله خیر. من دوستان عزیزمون در اتاق فرمان خواهش میکنم اگر شماره تلفن برنامه رو زیرنویس بکنم، ما در فرصتی که داریم انشالله سعی میکنیم حدود 10 تن از تماس ها رو بگیریم از بینندگان عزیز، دوستانی که نمیتونن اسمس بفرستن و میخوان از طریق تلفن سوالاتشون رو مطرح بکنن. و خواهش همیشگی ما اینه که سوالاتتون شرعی و در رابطه با موضوعات فقهی و شرعی باشه. مسائل شبهات در برنامه‌ای که مختص شبهات است میتونید مطرح بکنید.
برادر یا خواهر دیگری نوشتن که ما در خانه، بالا برادری که ما در خانه همراه خانم و فرزندم وقتی قرآن پخش میشه روسری یا درسری نداشته باشیم گناه هست یا خیر؟ نه، هیچ گونه گناهی در این زمینه وجود نداره. انسان یعنی بدون روسری باشه، نه تنها بدون روسری باشه، حتی یعنی قسمت های دیگری از بدنشون هم که به اصطلاح نمایان باشه، هیچ گونه گناهی بر اونها مترتب نمیشه و لازم نیست از نظر شرعی که انسان هنگام شنیدن صدای قرآن بدنش خودش را یا زنان مثلا حجاب کامل بپوشه. جزاکم الله خیر. اگر موافق باشید من این تماس‌ها رو بگیرم چون خطا همه پره. جناب استاد. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوالتون رو. الو. بله بفرمایید. ببخشید من از ایران تماس محمد اشرف هستم. گفتم از خاطر اینکه نکتای اینا جواز دارن. نکتای باشه. باش. باش. یک سوال دوم اینه که این ریش پروفسوری به ناخنا ول میکنه، این جواز دارن؟ ریش پروفسوری باشه. سوال دیگری دارید برادر عزیز؟ دست در نکنه. زنده باشید، خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آیا کسی که بمیره مثلا داخل قبر بذارنش اون شخص متوجه میشه اقوامش برن؟ آها، اسم شما برادر عزیز از کجا زنگ میزنید؟ اسم من علی از ایران. آقا علی از ایران. باشه چشم، این سوالو مطرح میکنیم. زنده باشید. بله سلام علیکم. علیه سلام. سهرو هستم از ایران زنگ. بفرمایید خواهر گرامی. یه سوال داشتم، میگم زنو که وقت نماز میخونه دستاش کنه دستاش و زمین باشه آرنجی یا نکن ورداشته باشه از زمین. منظورتون در حالت سجده کردنه؟ آره وقت سجده منه حنفی هم هست یعنی دستو مبرده باشه یا نکن از زمین باشه. باشه چشم، این سوالو مطرح میکنیم. سوال دیگری دارید خواهر گرامی؟ خدا دست شما در نکن. خدا واسه شما. زنده باشید. تشکر از شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. الو. بله بفرمایید. با برنامه صحبت بکنم. اسمتون و از کجا زنگ میزنید؟ من علیرضا هستم، از ایران تماس میگیرم. علیرضا، سوال شرعی دارید آقای علیرضا؟ بله. بفرمایید. جناب آقای انصاری، من یک مطلبی می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. آقای مولازاده. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از اهواز زنگ میزنم. از اهواز. بفرمایید برادر عزیز. میخواستم ببینم زکات گندم چقدره؟ زکات گندم. باشه چشم. سوال دیگری هم دارید؟ ممنون، به شما در نکنم. زنده باشید، خدا نگهدارت. بله سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید. الو. بفرمایید خواهر گرامی، صدای شما داره پخش میشه. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از ایران زنگ میزنم. از ایران. اسمتون؟ اسم محمد نعیم. محمد نعیم. بفرمایید برادر عزیز. در نماز وسوسه در ذهن یا نماز فاسد میشه یا نه؟ باشه چشم، این سوالو مطرح میکنیم. سوال دیگری هم دارید برادر گرامی؟ تشکرش. بله سلام علیکم. بیننده گرامی لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید.
من خواهش میکنم بینندگان عزیزی که تماسشون منعقد میشه با شبکه لطف کنن صدای تلویزیونشون رو کاملا ببندن و از طریق گوشی تلفن صحبت بکنن، چون صدای ما رو شما با 10 ثانیه تأخیر از طریق تلویزیون میشنوید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای گیرنده‌تون رو ببندید بیننده گرامی. سلامت باشید، بفرمایید. لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلامت باشید. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. سوال شرعی دارید بیننده گرامی از جناب استاد؟ اینجا تمام یعنی چطور بگم کل استان یعنی 70% دور کردیم به خدا آفرم این شبکه نشد اتم زنده باشید، تشکر. الله متعال شما رو حفظتون کنه. تشکر بیننده عزیز. من تشکر میکنم از همه بینندگانی که اظهار لطف میکنن در مورد برنامه و شبکه وصال حق. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم. سلامت باشید. بله بیننده گرامی، لطفاً صدای تلویزیون وصال حق، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. اسمتون رو از کجا زنگ میزنید؟ بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز. خودتون رو معرفی کنید و سوالتون. من عمر هستم از کردستان. آقا عمر عزیز از کردستان، بفرمایید سوالتون. انصاری، فقط خواستم از برنامه‌تون خیلی تشکر کنم. تشکر میکنم از برنامه خیلی قشنگتون. تشکر از شما، الله متعال حفظتون کنه. تشکر آقا عمر. زنده باشید. قربان شما، دستتون. سلامت باشید. سلامت باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، حالتون خوبه؟ سلامت باشید. من احمد هستم از ایران. آقا احمد از ایران، بفرمایید برادر عزیز. خوبه، الحمدلله. سلامت باشید، زنده باشید. میگم این سوال داشتم ازتون. بفرمایید. بفرمایید. میگم این کار بازل که داره میکنیم که ایران ما حلال پولی یا حرامه؟ متوجه نشدم، یک بار دیگه. کار بازل داره میکنیم ما، این که خودی ما از ایران میداریم میفروشیم برای تشکیه. قاچاق گازوئیل منظورتونه؟ درست. باشه چشم. در این مورد انشالله صحبت خواهیم کرد. زنده باشید. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. لطفاً صدای گیرنده‌تون رو ببندید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جمیل هستم از ایران. آقا جمیل عزیز بفرمایید. لطفاً روش دست بلند کردن برای دعا به ما نشون بدید. چقدر دست‌ها رو بلند کنید، زیاد دست بنوی کامل روش سه‌اش به ما نشون بدید. باشه چشم. سوال دیگری هم دارید؟ زنده باشید، جزاک الله خیر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقا من فرشاد هستم از ایران مزاحمتون میشم. آقای فرشاد بفرمایید سوالتون. آقا من موقعی که نماز میخورم خیلی چطور شما بگم وسوسه میشم، یعنی فکرهای خیلی عجیب میان، خیلی ناراحتم میشم. میخواستم بدونم اینا باعث میشن که نمازمون باطل بشه یا نه. باشه. این سوال دیگری هم دارید برادر عزیز؟ والا
سبب از مزاحمت یکم اینه که من شبا خیلی خواب میبینم. خواستم ببینم از لحاظ شریعت یا از لحاظ دین خدا چیزی هست که مثلا موجود بشه که این خوابایی که میبینم خیلی کم بشن. یعنی الان مطمئنم اگه برم به روان پزشک اینا 100% مستقیم از این چیزا میگم. خواستم بدونم اگه شما راه خوبی مصلحت میدونید به ما بگید. باشه برادر عزیز آقا فرشاد، شما در موقع قبل از خواب اذکار و اون دعایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای قبل از خوابیدن فرمودن در سنت اینا رو میخونید؟ والا اگه بگم هر شب که دروغ میشه، ولی بیشتر موقع ها اونایی که من یعنی میدونم، یعنی آیت الکرسی هست و سبحان الله اینا رو میگم، ولی شبا یعنی شب خدا نیست که من خواب نبینم. کم دو سه خواب گوناگون، بعضی شبا خوابای خیلی خوب از ولی خیلی فکرمو مشغول کرده. باشه چشم، در این مورد انشالله استاد صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما برادر عزیز، الله متعال حفظتون کنه. خدا نگهدار. سلامت باشید. حیاکم الله. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. از ایران تماس گرفتم. سوال داشتم. اسمتون برادر عزیز؟ جمعه گل. آقای جمعه گل از ایران، بفرمایید برادر عزیز. الو. بله بفرمایید، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. چشم. بفرمایید. الو. بفرمایید. درباره ریش می‌خواستم سوال داشتم. در مورد چی؟ ریش. در مورد ریش. بفرمایید سوالتون چیه در مورد ریش؟ مثلا از تو موقعی هستیم که مثلا نمیتونیم بلندش کنیم چون مثلا مدارک اون کشور نداریم، اگه کوتاه باشه اشکالش چیه؟ باشه چشم، این سوالو مطرح می. سوال دیگری هم دارید برادر عزیز؟ ریش. تشکر از شما. میخواستم بگم که من تو موقعیتی هستم که نمیتونم بلندش کنم، خوب مثلا ریشم باید باش، اینو متوجه شدم. سوال شما رو انشالله مطرح خواهیم کرد. تماس از طرف شما قطع شد، با عرض معذرت. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید اسمتون و از کجا زنگ؟ मुझे सवाल ये है कि सिंधी टोपी तो कौन पतो है? بله؟ सिंधी टोपी तो कौन पतो है? مثل که بیننده عزیز اشتباهی زنگ زدن. میخواستم به کانال فیلیپینی زنگ بزنن، به ما زنگ زدن. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری ببخشید یه سوال داشتم گفتم خدمتتون. بفرمایید اسمتون و از کجا زنگ میزنید بیننده گرامی؟ من باقی من اطهارم از ایران زنگ میزنم. بله بفرمایید. گفتم درباره زن و شوهر و اینا اون دفعه زنگ زدم، شما گفتن که مثال شب دوشنبه و اینا میزنیم، امشب واقعا خبرم قد مشغوله. بفرمایید. گفتم مثال حق مثال یه شوهر مثال همسرش چه اندازه مثال حق شوهر سر همسرش مثال چه اندازه حق زن و اینا به شوهرش چه اندازه. باش، سوال دیگری هم دارید؟ این سوال شما یک قسمت برنامه میخواد. یه سوال دیگه گفتم مثلا حالا سه تا برادر مثلا دنیای مشترک با هم داره فعلا مثلا، بعد یکی اصلا مصرفشون خیلی بی حد و بی اندازه، اگر جلوگیری کنم اصلا بر میخوره. مثلا توی بگم اگر جلوگیری هم نکنم واقعا وضع اقتصادیمون اصلا نابود است. من خودم فعلا تو ایران اینا هم درست وضع روزگارمون خیلی خراب، مصرفش خیلی بی حد و بی اندازه. درست. بعد اگر بهش بگم بر میخوره، اگر نه مثلا اینو متوجه شده اگر بکنه واسه واقعا حلال داره تو این دنیا باش. سوال دیگری دارید؟ تشکر از شما. متشکرم. تشکر برادر عزیز. خدا نگهدار شما. خدا. بله سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید صدا شما داره پخش میشه، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری دو تا سوال دارم. اول اسمتون رو بفرمایید و از کجا زنگ میزنید؟ باید سندم از
اصفهان زنگ میزنید. آقا محمد از اصفهان؟ بله بله. از اصفهان. بفرمایید برادر عزیز. آیا دو سوال داشتیم. مثلا ما مثلا تو خانه مثلا 4 نفریم، مثلا یه نفر میتونه تو خانه نماز جماعت باشه. سوال بعدیتون؟ سوال من این است که مثلا ما 2 نفر مثلا تو خانه مثلا نماز جماعت ندن تو خانه، اگر اینو متوجه شدم. سوال بعدی؟ سوال بعد من این است که مثلا تو خانه مثلا پول رهن میدین، مثلا با اینا مثلا زکات دارن ندارن چجوریه؟ پول رهن زکات داره یا نداره؟ باشه چشم. سوال دیگری دارید؟ زنده باشید. تشکر شما. زنده باشید. الله متعال ستون کنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشید. بفرمایید خواهر گرامی، سوالتون رو مطرح کنید. بله بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. مخلصم آقا، یک دعا کنیم برای ما خانواده ما از طیبات تماس بگیریم. از طیبات. الله متعال شما رو حفظ بکنه و سعادت دارین نصیب بکنه. انشالله استاد برای شما دعا خواهند کرد. درود الله بر شما. زنده باشید. سلامت باشید. بله سلام علیکم. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی بکنید و سوالتون. صادق هستم از ایران. آقا صادق عزیز بفرمایید. من یک سوال داشتم. بفرمایید. آیا کسی میمیرد بله. اینو داخل قبر کفن دفن کنن، بعد از این سه مسجد تردخانی میرد، آیا این درسته یا نه؟ بعد از 3 روز که براش عزاداری میکنن؟ آره این درسته که سوره فاتحه میخونن یا نه؟ باشه چشم. سوال دیگری هم دارید؟ نه دست در نکنم. ممنون. تشکر از برنامه خوبتون. سلامت باشید. سلامت باشید آقا صادق عزیز. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. خوبی همساری، سلامتی. سلامت باشید. خب از ایران بفرمایید اسمتون برادر عزیز؟ آقا مجتبی از ایران زنگ میزنم. آقا مجتبی عزیز بفرمایید سوالتون. آقا من شاید یه ماهی برنامه شما رو دنبال کردم، کسی که واقعا راه پرستیه میگم دینی داره که میشه راشنا بشه. بله زنده باشید. من متوجه نشدم صحبت شما رو، صداتون قطع و وصل شد. اگر دوباره تکرار بفرمایید آقا مجتبی عزیز. اهل تشیع هستم، مدتیه برنامه شما رو دیدم، واقعا از نظر من باید راه الله پرستی رو بره. الله اکبر. الله. من به شما تبریک میگم. بیشتر سطح علمی بیشتر برواله. انشاءالله من به شما تبریک میگم. این شما انسان سعادتمندی هستید که الله سبحانه و تعالی شما رو به راه توحید و یکتاپرستی هدایت کرده. خیلی ممنون. زنده باشید برادر عزیز. واقعا آدم باید راه سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. واقعا افتخار کردم. سلامت باشید. سلامت باشید. در خدمتتون. زنده باشید. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم. بفرمایید شما آخرین بیننده هستید. سلام علیکم بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید. سلام. علیکم السلام. الو. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید مالای سوال کنم درباره طلاق غضبان صحبت کنم. در مورد چی؟ در مورد طلاقی که مثلا کسی بیاد در خانه، کسی بیاد در خانه و دعوا چیزی بکنن، بعد از روی ناراحتی و غضب 3 دفعه طلاق به خانمش بگه. آها 3 طلاق در یک مجلس؟ 3 طلاق؟ بله در یک آن 3 طلاق گفته بشه.
باشه چشم، اینو مطرح میکنیم. سوال دیگری دارید؟ سلامتی الان زنده باشید. انشالله جوابتون رو دریافت خواهید کرد. جناب مولانا پاسخ خواهند داد. تشکر از شما. زنده باشید. من خیلی عذر میخوام از همه دوستان عزیزی که پشت خط هستن، خطامون همه پره. من جناب استاد به جای 10 سوال 20 سوال گرفتم. یکم پرویی کردیم در روز شما. الله متعال حفظتون کنه. با هم یک میون برنامه کوتاه میبینیم و انشالله با پاسخ این سوالا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. وصال حق، اسلام ناب بدور از خرافات. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. و بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست، پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می‌کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم و من عذر میخوام از بینندگان عزیزی که تماس میگیرن. دیگه نمیتونیم تماس شما عزیزان رو بگیریم. حدود 20 سوال هست که باید جناب استاد در حدود 20 دقیقه، برای هر سوال 1 دقیقه داریم جناب استاد. برادر عزیزمون آقا محمد از ایران سوالش این بود که نیکتایی به اصطلاح افغانی و کروات در ایران جایز هست یا نه؟ شما دیگه وقت این کردی هر سوالی باید 1 دقیقه مختصرا بله یا خیر. از نظر شرعی اگر واقعا این کروات یعنی به این اعتقاد هست که برخی معتقدند، بسیار از مردم این توجیه میکنند که این علامت صلیبه. اگر واقعا اعتقادش این باشه که به خاطر این علامت صلیب هست این استفاده میکنه که خب تشابه با کفار است و ناجایزه. اما اگر به صورت عمومی یک مد لباس هست بدون اینکه اعتقادی به مسیحیت یا صلیب داشته باشه از نظر شرعی اشکال نداره. بله. همچنین سوال دیگر آقا محمد این بود که این ریش پروفسوری ریشای که فعلا مد شده از نظر شرعی انسان باید خودش رو به کیفیتی در بیاره که یعنی لباس شهرت نباشه و هر گونه به اصطلاح تراشیدن ریش یا حتی موی سر به گونه‌ای که در میان جامعه نماد باشه یا مشخص باشه با این مدل، این از نظر شرعی اشکال داره و انسان نباید خودش رو اینگونه انگشت نمای مردم بکنه. بله جزاکم الله خیر. آقا علی از ایران فرمودن اگه کسی بمیره و در قبر بذارن اقوامش بیان برای زیارتش های متوجه میشه؟ در این زمینه روایات صریحی که یعنی ثابت بکنه که مردگان میشنوند هیچ اون روایتی در این زمینه وجود نداره. این مسئله مورد اختلاف در میان علما هست و قول اکثر علما این است که مرده نمیشنود و اون حکمی هم که اومده درباره قبرستان که مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی حکم شرعی هست که دعا بکنند برای مردگان یا بگن السلام علیکم اهل دار من المؤمنین، این یک نوع دعا هست برای اونها، لازمش این نیست که حتما اونها بشنوند و بالفرض این که بشنوند یا نشنوند
بکنیم برای ما هیچ حکم شرعی رو ثابت نمیکنه و تفاوتی هم در حال زندگی ما هم نداره. اگر دعا بکنن برای مرده وقت هنگام زیارت قبرش یا صدقه و خیراتی براش بدن میرسه اقوامش؟ فرق نمیکنه چه سر قبرستان باشه چه در هنگام مردن، یعنی مجرد بعد از مردن باشه یا سالها بعد از وفاتش باشه، در هر صورت دعا کردن یا صدقه دادن برای مرده هیچ گونه اشکالی نداره و همه انشالله میرسه. و برای دعا کردن هم لازم نیست که انسان حتما باید سر قبرستان بره تا اینکه برای مرده دعا بکنه. زیارت قبور از دیدگاه شرعی برای این است که خود فرد متاثر بشه و عبرت بگیره، یعنی نفعش به خود فرد برمیگرده. اما اشکال نداره یک شخصی رفت سر قبرستان برای اینکه خودش تجدید حیاتی بشه برای خودش و به فکر آخرتش باشه، در اونجا اگه رفت اگه دعایی کرد هیچ گونه اشکالی نداره. جزاکم الله خیر. خواهرمون زهرا پرسیده بودن که اگر در هنگام سجده خانوما این آرنجشون رو به زمین بذارن جایز هست؟ این از نظر روایاتی که در این زمینه وجود داره، رسول الله صلی الله علیه و آله من فرمودند از این که ان یفترش افتراش سبع، که خودشو مثل حیوان یعنی بچسبانه به زمین، این به صورت کلی نهی اومده و در تمام موارد یعنی صیغه هایی که برای مرد به کار برده شده یعنی تفاوتی نداره در میان مرد و زن. این حکم شرعی برای مرد و زن در این مورد بنابر دیدگاه جمهور علما این است که نمازش با نماز مرد، نماز زن و مرد با هم دیگر هیچ تفاوتی را ندارند و در این مورد از رسول الله صلی الله علیه و آله نهی فرمودند از این که انسان خودش رو در هنگام سجده کاملا روی زمین بندازد، چه مردی باشد چه زن باشد. منتها در فقه احناف یعنی بدون اینکه از رسول الله صلی الله علیه و آله حدیثی وجود داشته باشه، بسیاری از فقهای احناف به خاطر این که یک نوع تستر بیشتری باشه، یک مقداری زن پوشیده تر باشه، اینو گفتند که به اصطلاح شکل جمع جورتر باشه. اما این که خودش کلا روی زمین بندازد که دستهاش روی زمین باشن و کلا بدنش خوابیده روی زمین باشه، این مخالف با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و ما در این زمینه که تفاوت میان بین نماز زن و مرد باشه هیچ گونه حدیث صحیحی وجود نداره که بیان بکنه که نماز زن با نماز مرد متفاوته. جزاکم الله خیر. برادر عزیزمون از اهواز در مورد زکات گندم پرسیدن. زکات گندم اگر به حد نصاب برسد، هر یکی مواردی که زکات دارند یک نصاب به خصوصی رو دارند، یا همه از انعام و حیوانات هستند یا طلا و نخره یا مواردی که به اصطلاح این موارد حبوبات و کشاورزی باشه. اگر به اندازه زکات برسه که از نظر شرعی 5 وسق باشه که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند لیس فی ما دون 5 اوسق صدقه، کمتر از 5 وسق صدقه و یا زکاتی بر اون مترتب نمیشه و این به اصطلاح 5 وسق وقتی که به معادله امروز حساب بکنم تقریبا چیزی حدود 610-12 کیلوگرم میشه، یعنی نیم تن به حساب باشه و این متفاوت است در صورتی که این به اصطلاح آب به اصطلاح از چشمه آب داده می شود یا اینکه با دست کشیده می شود. اگر با چشمه آب داده می شود یا از نهر آب رسانی می شود یا حتی اگر با موتور و به اصطلاح دستگاه امروزی آب داده می شود، حکم شرعی در این صورت این است که عشر دارند، یعنی 1/10 را باید به عنوان زکات بدن. و اگر به صورت سقی هست یعنی کشیدن آب هست و زحمت زیادی رو دارند برای اینکه آب رو بکشن و حتی بسیار از علما کشیدن با موتورهای امروزی رو هم جز این موارد قرار دادن که خرج و هزینه زیادی داره، این نصف عشر رو دادن. در صورتی که بدون زحمت باشه، آب چشمه یا آب رودخانه چیزی باشه 1/10 به عنوان زکات است. در صورتی که زحمت داشته باشه و با دست بکشن یا دستگاه دیگری بکشن نصف اون مقدار رو. یعنی میشه گفت 10% و 5%. بله. جزاکم الله خیر. برادرمون آقای محمد نعیم و آقای فرشاد، این در یک مورد سوالشون یکی بوده که وسوسه در نماز، موقع نماز زیاد وسوسه میشن، راه حلش چیه؟ آیا نمازشون درست است؟ از نظر شرعی کسی که دچار وسوسه میشه در هنگام نماز این تأثیری بر قبول شدن یا قبول نشدن یا صحت و بطلان نماز نداره. چه انسان در هنگام نماز دچار وسوسه بشود یا نشود، نمازش از نظر شرعی قبول هست، یعنی این که فرض از عهده اون ساقط شده و نمازش نشکسته، نمازش درست است. اما قطعا در روحانیت و در معنویتی که در نماز انسان داشته باشد و در اون خضوع و خشوعی که داشته باشد
بسیار متأثر خواهد بود و تأثیراتی که نماز در زندگی انسان دارد اگر حضور قلب در نماز نداشته باشد قطعا تأثیری در این زمینه دارد. اما در اصل جوازش هیچ گونه اشکالی وجود نداره، نمازشون درست هست و لازم نیست نماز رو دوباره اعاده بکنن. اما برای اینکه از این وسواس چگونه نجات پیدا بکنن، این توجه کردن به آداب نماز، ارکان نماز، فرایض نماز، واجبات و سنن نماز، حتی مقدمات نماز و تعقیبات نماز، این خیلی تأثیر زیادی داره در جمع جور شدن فکر و حواس در هنگام نماز. و به طور مثال از همون هنگامی وقتی که انسان میخواد بلند میشود و میرود برای وضو گرفتن، تصور بکند من میرم به پیشگاه الله متعال میستم، یک عبادتی رو انجام میدن. خود وضو از نظر ظاهری و از نظر روانی و شرعی هم تأثیر بسیار زیادی دارد، هم در زدودن گناهان و هم به اصطلاح در آماده کردن روح و روان برای نماز. توجه کردن به اذکار و اورادی که در نماز وجود داره خیلی مهم هست و گوش کردن به صدای امام در صورتی که امام به اصطلاح چیزی رو میخواند یا اگر پشت امام هست، امام ساکت هست، خودش یک به اصطلاح اذکار رو بخواند یا سوره فاتحه رو بخواند. تمام این موارد ضامن این هست و تأثیر داره در این که انسان وسوسه رو از خودش دور بکنه. بله، جزء دوم سوال برادرمون فرشاد این بود که خواب زیاد میبینن. این خواب به خاطر احیانا شاید به خاطر وسواس زیادی باشه که انسان احیانا قبل از خواب دارد یا در طول روز دارد و عدم آرامشی که و مشکلاتی که در روز به اونها دچار هست. و از نظر شرعی انسانی که آداب خواب خصوصا این است که قبل از این که میخوابد وضو بگیرد، زیرا که خود وضو گرفتن آثار بسیار زیادی رو دارد و مفید هست برای این مورد. و همون گونه که شما اشاره کردید خواندن اذکار قبل از خواب یا بالخصوص معوذتین خوندن، اینو بخواند و بر خودش یعنی در دستای خودش بدمد و تمام بدن خودش را بمالد و تا زمانی که به خواب میرود مشغول ذکر و اذکاری باشد تا اینکه به خواب میرود و به صورت به اصطلاح صحیح بخوابد، اونگونه که در سنت رسول الله بیان شده، یعنی به قسمت سمت راست بخوابد و رو به طرف قبله باشد، که انشالله با این موارد امیدوار هستیم که مشکل ایشان یعنی اگر کاملا مرتفع نشود حداقل به کمترین حد برسد. و اگر شخصی در هنگام خواب یعنی بیدار شد خواب بدی را دید، وقتی که خوابیده وقتی که بیدار شد از اون طرفی که مثلا خوابیده بوده خواب دیده 3 مرتبه تف بیاندازد. معنی این نیست که حتما آب دهن باشه بلغمی بیاندازد، فقط همین اشاره بکند تف بکند این کافی هست. چیزی هست که در روایت اومده و صورت خودش رو بر بگرداند و حالت و وضعیتش خودش رو عوض بکنه. این سبب میشه که انسان در هنگام خواب راحت تری رو داشته باشه و اون افکار و وسوسه های شیطانی یا خواب های شیطانی کمتر بشن یا کلا از بین برن. بله، جزاکم الله خیر. آقا احمد عزیز از ایران قاچاق گازوئیل پرسیدن که جایز است یا نه؟ قاچاق موادی که از به طریق قانونی دریافت میشه و به اصطلاح از راه قانونی اونها رو حاصل میکنن، فروختن اونها هم از نظر قانون اشکالی نداره. مانند کسی که سهمیه خودش هست اون رو میفروشد به یک فرد دیگر، خب هر فرد دیگری میتواند که این مواد رو هم از اینکه گازوئیل باشه یک چیز دیگری باشه، در اصل معامله هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. اما اگر در مواردی هست که معامله گازوئیل یا هر مواد اقلام به اصطلاح غیر مجاز دیگری که از نظر حکومت غیر مجاز هستن نه از نظر شرعی، در این موارد اگر این همراه باشه با به مخاطره انداختن جان باشه یا احتمال داشته باشه که مال انسان از بین برود یا جان انسان از بین برود، این از نظر شرعی مجاز نیست انسان خودش را و مال خودش را یا حتی افراد دیگر رو در مخاطره بیاندازد. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و از نظر عقلی هم وقتی ما نگاه بکنیم این واقعا عاقلانه نیست که انسان به خاطر یک کاری که از عاقبتش یعنی مطمئن نیست، سود زیانش را نمیداند و امکان دارد جان خودش را از دست بدهد، این کاری رو در واقع اقدام بکند. اما در اصل معامله اگر یعنی صرف نظر باشه و قطع نظر از این مواردی که من عرض کردم و اطمینانی بر جان و مال خودش داشته باشه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. جزاکم الله خیر. آقا جمیل عزیز سوالشون این بود که روش دست بلند کردن اگر نشون بدید عملا در دعا. دست بلند کردن در دعا یکی از آداب دعا هست و در این زمینه نباید افراط هست و احیانا من مشاهده کردم بعضی افراط میکنن و بعضی تفریط میکنن. برخی هم وقتی که نشستن مثلا از یعنی بس که بی‌حوصله هستند و تنبلی میکنن دستاشون رو زمین گذاشتند و به این صورت یعنی با قلب واقعا غافل این گونه دعا میکنن. این روش هم صحیح هست، به اصطلاح اشتباهه.
و جایز نیست این گونه باشه. و برخی هم بیش از حد دست رو بلند میکنن در دعاهای معمولی و بلند کردن دست در حالت طبیعی باشه، یعنی دست به اصطلاح آرنج‌ها به صورت هم موازی با بدن باشه، بلند کردن دست به این صورت، این در حدی که برای تکبیر تحریمه وقتی مثلا دست رو بلند میکنن، یعنی این گونه درست این گونه بله تا این اندازه باشه که یعنی زیاد بلند نباشه. منتها در یک مورد استثنایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی ثابت شده که ایشون دستشون خیلی بلند کردن به صورتی که زیر بغل ایشان نمایان شد. اون هم در دعای استسقا بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم منبر دعای استسقا میخوندن، دستها رو به اندازه‌ای بلند کردند که زیر بغلشون نمایان شد. اما در حالات عمومی هم به همین اندازه که دستها رو به حد عادی یعنی در برابر و به برابر صورت بلند بکنند این کفایت میکنه و راه شرعی و طریق درستش هم همینه. بله جناب استاد وقتمون داره به پایان میرسه، هنوز 7 سال دیگه هم داریم. آقای جمعه گل از ایران، ریش کوتاه جایز است یا نه؟ گفتن که من در جایی که کار میکنم اگر ریش بلند بذارم برابر ضرورت، این مثل احکام شرعی دیگری هست. اگر کسی واقعا نمیتواند بنابر عذری عامل بر یک حکم شرعی باشه، از نظر شرعی رخصت داره که اونو ترک بکنه و خصوصا حکمی که در حد فرایض و ارکان اسلام نیست. بله جزاکم الله خیر. برادر عزیزمون برادر افغانی از ایران زنگ زده بودن، حقوق زن و شوهر رو مطرح کردن. حقوق زن و شوهر اگه بخوایم صحبت بکنیم 3-4 ساعتی برنامه میخواد داریم. چه حقوقی که زن داره بر شوهر و چه حقوقی که شوهر بسیار زیادی هست که به اصطلاح زن و شوهر این حقوق متقابلی هست و حقوقی بر مرد هست، نان و نفقه هست و خرجی که به اصطلاح بدهند و مسکنی که به اصطلاح فراهم بکنند اگر زن دارد، عدالت بکنند در میان زنهاش و در میان فرزندانش و حقوق بسیار دیگری که جای تفصیلی نیست. و همچنین زن بر شوهر بر مرد حق دارد که به اصطلاح مرد بر زنش حق دارد که مالش را حفظ بکند، ناموسش را حفظ بکند و از مهمانهایش به اصطلاح پذیرایی بکند و مال و ناموسش رو در واقع حفاظت بکند و تفصیلات دیگری در این زمین هم بله. یک نظام یعنی سیستم متاسفانه هست در بعضی از مجتمعاتی که زندگی میکنیم که گفتن 3 برادر زندگی مشترک دارن، مثلا هر کدوم از این برادر هزار تومان مثلا میندازن آخر ماه، منتها یکیشون خرچش زیاد اسراف میکنه، مصرف زیاد میکنه. کلا این کار جایز هست؟ این مشارکت در یک مشروع تجاری در یک نه مصرف خانواده این یعنی برگرفته از اون کاری هست که مشترکاً انجام میدن. کاری که مشترک انجام میگیره این بر اساس قراردادی هست که با هم دیگر بستند، یعنی تقسیم نفع به چه میزانی که بوده. اگر به اندازه مثلا میزان سرمایه گذاشتند کسی حق نداره که اضافه از حق دیگری رو بردارد و مال هیچ انسانی بدون از رضایتش جایز نیست و خودش باید بداند این مطلب را که اون سرمایه که گذاشته تا چه مقداری کار کرده. اما اگر با رضایت طرفین باشه که دو طرف دیگر رضایت بدن اشکال شرعی نداره، اما اگر راضی نباشند استفاده از اون مال برای اون فرد جایز نیست، حتما باید اون گوشزد بکنند و به اصطلاح این مطلب رو باشه مطرح بکنند که اگر شراکتی در تجارت نداشته باشن 3 تا کارگر در 3 جای متفاوت کار میکنن منتها ماهانه 1000 تومان با هم میندازن مشترکاً خرج میکنن، کلا این روش فکر کنم نه این روش اشتباهی است. اگر این گونه است که یعنی با هم برای خرج خودشون پول جمع میکنن، خب یعنی باید به اندازه بستویه باید خرج بکنند. یکی مثلا 1000 تومان میگذارد به اندازه 2000 خرج میکنند، این به اصطلاح خوردن مال مردم به ناحق حساب میشه. بله. آیا 4 نفر میتونن نماز جماعت با هم بخونن؟ آقا محمد از اصفهان بله حتی 2 نفر هم میتونن با هم دیگر نماز جماعت بخونند و حتی اگه 1 نفر بچه هم باشه میتونند بخونند. در خونه اولویت اینه که اگر مسجدی هست به مسجد بروند و نماز رو سر وقت بخونند، اما اگر به مسجد نرسیدند یا اصلا مسجدی وجود نداره میتونن در خانه 2 نفر 3 نفر یا بیشتر نماز جماعت بخونند. برای پول رهن زکات داره یا نداره؟ پول رهن در صورتی که به اندازه مقدار زکات برسه، به اندازه 20 مثقال طلا برسه و 1 سال از اون بگذرد و در صورتی که ملکیت داشته باشه بر اون مال، بله زکات داره. اما اگر این شرایط فراهم نباشه زکات نداره. بله. آقا صادق پرسیدن اگه کسی بمیره و بعد از دفنش بیشتر از 3 روز که شرعاً عزاداری جایز است، بعد از این کسی بیاد برای عزاداری و فاتحه و این برای عزاداری حتی 3 روزش هم جایز نیست، به این روشی که امروزه مرسوم هست که مردم می نشینند کار و زندگیشون رها میکنند و مردم خود اهل میت یعنی کار و زندگی رها میکنند و مردم هم از جاهای دور میرن برای اینکه تعزیت بگن. تعزیت یعنی اظهار همدردی، این با تلفن امکان داره، در مسجد امکان داره، در محل کار امکان داره و لازم نیست حتما اجتماع. به خود این اجتماع با این منظور و این هدف و
جمع شدن و قرآن خوندن و فاتحه خوندن این بدعت هست و ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و نه صحابه چون این کاری رو کرده و نه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و به خصوص در خواندن فاتحه برای میت این هیچ گونه اصل شرعی رو نداره. در هیچ موردی نیامده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نمازگزاران بگه که برای برادر خودتون در واقع فاتحه بخونید یا یک سوره از قرآن رو بخونید، بلکه برعکسش اومده. اون چیزی که هست فقط در این زمینه هست که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند استغفروا لاخیکم فانه الان یسر. بعد از اینکه دفع کردن فرمودند که برای برادرتون طلب مغفرت بکنید، دعا کنید خدا ایشون رو معاف بکنه، زیرا که الان دارن سوال میشن. اینش اجازه داره و از شرعی هست. اما خوندن قرآن و فاتحه که احیانا هم مجبور میشن که به اصطلاح یکی رو اجیر بکنن، پول میدن که قرآن بخونن، تمام اینها ناجایز و حرامه. بله. 3 طلاق در یک مجلس برادر عزیزمون از بلوچستان فکر کنم پرسید. از نظر یعنی خیلی کوتاه جناب استاد فقهای اربعه مذاهب اربعه دیدگاهشون این است که 3 طلاق اگر واقعا یعنی لفظ طلاق رو گفته باشد، زن داشته باشد، یعنی در حالت عقد به اصطلاح نکاح باشه، این 3 طلاق رو در یک مجلس رو 1 طلاق میدونن. منتها در این زمینه نظر قوی دیگری هم وجود داره. احادیث صحیح از رسول الله در صحیح مسلم هست که رسول الله در زمان رسول الله و در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 3 طلاق رو 1 طلاق حساب می‌کردند و این دلیل هم بسیار قوی هست. منتها از نظر شرعی حاکم وقت مسلمانان یا قاضی این اختیار را دارد، همان گونه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمل کردند که به خاطر تنبیه مردم همون لفظی رو که به کار بردن، همون تعدادی رو که به کار بردن، همون مقدار به اصطلاح طلاق را واقع بکنه. اما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 طلاق را 1 طلاق حساب می‌کرد. جزاکم الله خیر. جناب استاد در پایان دعای ویژه برای خانواده‌ای که از تایبات زنگ زده بودن و التماس دعا داشتن و برای برادر عزیزمون آقا مجتبی که الله سبحانه و تعالی ایشونو به راه قرآن و سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و محبت اهل بیت و صحابه هدایت کرد. الحمدلله دوستان ما در این شبکه، یعنی نه تنها این ارتباط ما با بینندگان ما فقط در حد این نیست که در جلوی به اصطلاح دوربین حاضر بشیم. الحمدلله من دوستانی رو در این شبکه سراغ دارم که وقتی که حتی به عمره میروند یا در جاهای دیگر در غیر مواقع دیگر در هنگام اجابت دعا هست، حتما برای بینندگان دعا میکنن. ما در حضور شما مطالب دینی را، حقایق دین رو خدمت شما بیان میکنیم و در پشت صحنه دعا میکنیم که الله متعال هم ما را عامل بگرداند، هم شما را عامل بگرداند و همه ایمان و شما را هادی و مهدی بگرداند. ان شاء الله خصوصا این بینندگان عزیزمون که تقاضای دعا کردن، الله متعال مشکلاتشون رو حل بکنه، حوادث های شرعی و قانونی اونها رو روا بدارد و زندگیشان را پر از اطمینان و آرامش و سعادت بگرداند. و دوستانی هم که هدایت میشوند به راه اهل سنت و الجماعت و حقیقت رو پیدا میکنند، الله متعال اونها را بر راه خودش و بر اون چیزی که میپسندد و بر حق و حقیقت ان شاء الله ثابت قدم نگه بدارد. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان که زحمت کشیدن، واقعا به این SMS ها و سوالاتی که بینندگان عزیز و گرامی داشتن پاسخ دادن. جزاکم الله خیر و بارک الله فیکم. و تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. حیاکم الله، بارک الله فیکم. تا هفته آینده که باز هم با پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه تان را به الله یکتا و توانا میسپاریم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. جزاکم الله خیر.